صدای من هست؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، اینک با صحبت نوبتی آنلاینی در خدمت یکایک شما هستیم و در ابتدای این صحبت بار دیگر یکایک شما را با فرارسی یا تقریبا با نهایت ماه شریف رمضان تبریک میگویم و بخصوص در این شب و روزهای اخیر ماه شریف رمضان در ساعتهای اخیر که ساعتهای نجات از آتش دوزخ هست، از پروردگار منان تمنا دارم که عبادتهای ما و شما را در این ماه مبارک به درگاهش قبول کرده باشد و از گناهان ما بگذرد، گذشتگان ما را شامل رحمت و مغفرت خویش گردانده باشد و تمام اون عبادت‌های با کم و کاست و عبادت‌هایی که واقعا هم نه به اون حدی که سزاوار بندگی ما در نزد پروردگار باشد در این ماه انجام دادیم و درگاهش با لطف و کرم خویش بپذیرد. و همچنین میخواستم در این لحظه ها که ساعت ها و لحظه های قبول عبادت هم هست، قبول دعا هم هست در حق شهیدان و در حق آن همه گذشتگانی که در این ماه شریف رمضان از یکایک ما و شما در گذشتن در حق آنها دعاگو باشیم و بخصوص برادران ما و شما که در این حادثه های خونین اسفره در واروخ، در چارکو، در خواجه اعلی و در آوچ قلعچه، در عموم در ناحیه اسفره ما به شهادت رسیدند، از پروردگار منان با دعای یکایک شما هموطنان عزیز در حق این شهیدان هم جنت الفردوس را تمنا کنیم از پروردگار و برای بازماندگانشان صبر جمیل را بخواهیم از خداوند جل جلاله. و من مطمئنم که شما همدیاران عزیز همون طوری که در میدان، همون طوری که در ساعتهای دشوار، همون طوری که در این شب و روزها با همه امکاناتی که داشته در پهلوی مردم اسفره ایستادید، امیدوارم که این مردم را در این ساعتهای قبول دعا از دعای خود فراموش نخواهید کرد. خب همدیاران عزیز، حتما ما باز درباره ماه شریف رمضان و جنبست این ماه و اون صحبتایی که مربوط به این ماه هست در روزهای آینده، اگر خداوند جان و تن ما را صحت گذاشته باشد و در حیات باشیم حتما در خدمتتون خواهیم بود. اما الان موضوع امروزه ما هم طوری که اعلان شد برمیگردیم به موضوع و آن هم باشد درباره حادثه های اسفره، حادثه های در مرز و بخصوص سوال اساسی این که آیا نزاع در مرز تمام شد و این آخری کار هست و یا نه، یا هنوز هم این نبرد، این مبارزه و این تنش‌ها در آینده وجود خواهد داشت. و یک سوال دیگر که میخواستم با هم اون را تحلیل کنیم که در این نزاع، در این کشمکش و در این نبرد کی برد و کی باخت. و من تلاش میکنم که در یک حدود 1 تا 1.5 ساعت با هم در یک جایگی به این سوالها جواب پیدا کنیم. من پیشتر هم شاید که این باری سیوم است یا چهارم که در موضوع نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نظرهای خود را گفتم، چه در شبکه‌های تاجیکی چه در شبکه‌های روس زبان و از آن جمله یک پیام هم در داخل اون پیام خودم به ملت تاجیک و ملت قرقیز داشتم و باز هم نظر خود را در آینده شاید باز بگویم و این مسئله نیست که با یک بار و دو بار گفتن تمام شود، حل خود را پیدا کند و ما دعا میکنیم کاش که زودتر تمام میشد و ما برمیگشتیم به دیگر موضوع ها. اما از رفت حادثه ها معلوم است، مشخص است که به این زودی تمام نخواهد شد و شاید که شکل و حالتهای نبرد و مبارزه تغییر میکند. گاهی شما در مبارزه میدانی هستید مثل روزهای اولی ماه می و گاه شما در مبارزه و نبرد اطلاعاتی دیپلماتی بین المللی و
روانی قرار داره. در عموم این نبرد از نگاه ما ادامه خواهد داشت و هنوز آخری کار نیست و ما حتما به این موضوع باز برمیگردیم. اما در این حالت، در این شب و روزی که ما و شما صحبت داریم، وضعیت چگونه است از نگاه ما؟ البته اینک یک هفته میگذرد، شاید بیشتر از آتش بسی که در مرز اعلان شد و ما و شما باید با تمام نیرو و امکاناتمون باید از این آتش بس پشتیبانی کنیم و اون قراردادی رو که برای عقب بردن نیروها از مرز و به جای اوله خود برگردوندن امضا شد، باید اون پشتیبانی بیاید از طرف مردم هر دو کشور. زیرا تجربه نشان داد و این چند روزی درگیری‌های شدید هم نشان داد که حل مشکلات مرزی ما با همسایه کشورها راه نظامی ندارد. در این باره هم پرزیدنت هر دو کشور گفتن، مقامات هر دو کشور گفته ایستادن، عقل‌های سالم هر دو کشور گفته ایستادن، اما با گفتن مشکلی حل نمیشد، باید که اقدام‌های عملی را نشان داد و اقدام‌های عملی هم در اختیار مردم نیست دیگر، در اختیار رسانه‌ها نیست، بلکه اقدام‌های عملی در میدان در دست حکومت‌ها هست و در دست مسئولین و باید آنها مسئولیت‌های خود را انجام بدهند. دوستان گرامی، موقع‌های اولیه ما، صحبت‌های اولیه ما در جامعه سر و صداهای را به وجود آورد و بعضا تفسیرهای غلط شد از هر دو طرف، چه از طرف قرقیزستان و چه از طرف تاجیکستان و یک مقدار سوء تفاهم‌ها را به نظرم با وجود آورد. در بعضی ها بخصوص در طرف قرقیزستان که بعضی از قسمت‌های صحبت‌های ما را قیچی کردند، بریدند و از اون پیام 17 یا 18 مینوته من تنها 4 یا 5 دقیقه را انتخاب کردند که به نفع خودشان بود و برای استفاده پروپاگاندوی یا تبلیغاتی از اون استفاده کردند. همچنانه که متاسفانه طرف خودمون هم، طرف ما تاجیکان هم، بعضی دایره‌هایی که خیلی هم سالهای گذشته هم و حالا هم علیه ما در مبارزه اطلاعاتی هستند، با استفاده از این فرصت بار دیگر خود را به نمایش گذاشتند و اون کینه و کدرت و نفرتی که دارند و آمدن یا بر اساس گفته گروه‌های تبلیغاتی قرقیزی یا بر اساس باز همون تفسیرهای خودشان مسائل را به شکل دیگر تحلیل و تفسیر کردند. موقع ما همدیاران عزیز، موقع شخصی خودم، موقع پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و تمام گروه‌های مبارز در مسئله های مرزی، در مسئله بخصوص این مسئله آخر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان خیلی واضح روشن است و من هیچ امکانیت را، هیچ جای را برای تفسیر دیگر خیال در اینجا نمیبینم، مگر اینکه طرف، باز هم تکرار میکنم، هدف غرض داشته باشد که اون را به خاطر تبلیغات و پروپاگاند خود استفاده کند. ما از روز اول نظرمون این بود که این جنگ به نفع هر دو کشور نیست و باید هر چه زودتر به آن خاتمه داده شود. این نکته اول. نکته دوم این است که هستند دایره‌های در هر دو کشور که منفعت‌دار به یک برخورد نظامی در مرز هستند. البته باید بگویم که منفعت‌دار به یک جنگ تمام العیار دراز مدت نیستند. بخصوص من اینجا رهبریت هر دو کشور را بدون کدام ملاحظه و کدام تعارف نامه برم که هم حکومت امروزه قرقیزستان منفعت‌دار به یک تنش در مرز با تاجیکستان بود و هم حکومت تاجیکستان منفعت‌دار با یک زورآزمایی کوتاه و محدود با همسایگان بود. چرا؟ حالا این را ما با دلیل‌ها اثبات می‌کنیم. حکومت قرقیزستان تازه به سر قدرت آمد و جباروف یا جباروف کنستیتوسیون کشورش را تغییر داد طبق تغییرات و علاوه‌ای که در کنستیتوسیون نوی قرقیزستان درباره صلاحیت و درباره عهده‌داری‌های پرزیدنتی کشور هست. او با خود طبق کنستیتوسیون صلاحیت‌های خیلی زیاد گرفت در مقایسه با پرزیدنت‌های قبلی قرقیزستان و میتوان گفت که قدرت را کمی در دست خود طبق کنستیتوسیون نو بیشتر دارد و از روی کنستیتوسیون نو قرقیزستان جباروف دیگر یک پرزیدنت با تمام صلاحیت‌ها، قوی و دارای قدرت و امکانیت‌های زیاد است و او می‌خواست این
صلاحیت هایی که در اساس کنستیتوسیا و این قدرتی که در اساس کنستیتوسیا نو گرفت باید در عمل به مردمش نشان بدهد و اثبات کند که نه تنها طبق کنستیتوسیا و طبق سندها بلکه در عمل هم یک پرزیدنت قوی و یک پرزیدنت با صلاحیت هست. و شاید بهترین راه را هم در همین دید که یک نزاع با وجود بیاید و خودش را پشتیبان منفعت‌های ملت قرقیز، سرزمین قرقیزستان، جمع آورنده زمین‌های قرقیزستان و یک پرزیدنت قوی به نمایش بگذارد. و بنابر همین اون بیانیه‌ها و اون اقدام‌هایی که از طرف مقامات قرقیزستان در این چند ماه اخیر بعد از سر قدرت آمدن جاپاروف کرده شد، اینا همه بیانگر آن بودند که حکومت قرقیزستان می‌خواهد به مردمش، به شهروندان قرقیزستان خود را همچنین یک حکومت قوی و مردمی به نمایش بگذارد. البته این قدرت را در برابر ازبکستان نشان دادن امکان ندارد، چون ازبکستان کشور قوی تری هست. در برابر قزاقستان یا خیتای نشان دادن امکان ندارد و تنها نقطه ضعیفی که از نگاه قرقیزها وجود دارد در آسیای مرکزی که میتوان با اون موشک‌ها و قدرت خود را به نمایش گذاشت، این تاجیکستان بود. و چندین بیانیه‌های پرووکاسیونی هم کرده شد، بخصوص برگزار کردن اون منیورها یا مشق‌های نظامی در منطقه بادکن در مرز تاجیکستان. این خودش یک پیامی بسیار هم پرووکاسیونی قوی به طرف تاجیکستان داشت. اگر در جای تاجیکستان هر کشور دیگر هم می بود، خواهی نخواهی او یک آمادگی نظامیش رو برای مقابله با این اقدام ها میکرد. و این چنین بیانیه های رهبر هیئت گفت و شنید قرقیزستان با تاجیکستان جناب تاشیف هم خیلی پرووکاسیونی بود در چند جاها، بخصوص در مسئله عوض کردن واروخ با یک گوشه زمینی دیگر یا نکشادن راهی کریدار دائمی برای پیوستن واروخ با تاجیکستان. اینا همه در وجود خودشون این بیانیه ها و این عمل ها از طرف قرقیزستان میخواستیم یا نمیخواستیم طرف تاجیکستان رو یا هر کشور دیگر هم اگر در جای تاجیکستان می بود مجبور میکرد که دست به اقدام های جوابی بزند. بنابراین من با همین دلیل ها اکتفا میکنم. اینجا ده ها و شاید بیشتر از این دلیل ها باشد که چرا حکومت قرقیزستان هم منفعت‌دار به یک قوه آزمایی و به یک خودنمایش‌دهی در برابر تاجیکستان در این شب و روزها بود. حالا بیایم به سمت تاجیکستان که چرا حکومت تاجیکستان بخصوص خود رحمانوف منفعت‌دار به این یک تنش در مرز با قرقیزها بود و کار آهسته آهسته به این درجه هم آورد. البته من در این تنش زاییه ها بیشتر طرف قرقیزستان را گناهکار میدونم از آن که طرف تاجیکستان باشد، اما کمبودی رحمانوف یا بگیم اشتباه رحمانوف در آن بود که خواست از این عملهای پرووکاسیونی طرف قرقیز استفاده برد. چون بیاد دوستانی عزیز یک کمی با فکت و دلیل و با منطق تحلیل کنیم. حالا نابسته از آن که مناسبتمون با رحمان چگونه است، طرفدار رحمان هستیم یا مخالف رحمان هستیم. رحمانوف در طول این 30 سال حاکمیتش همیشه نیاز به یک حادثه ها در داخل کشور داشت و همیشه نیاز به یک دشمن داشته است تا اینکه قدرت و منصب خود را حفظ کند. گاه میبینید که این دشمن در چهره خود ملت تاجیک برای او پیدا می شود. شما میبینید از سال 91 تا 97 دشمنش همون یک قسم از ملت تاجیک اپوزیسیا یا ایناد بود و با چه لفظهای با چه تبلیغات علیه مردم خود رفتار میکرد. بعدا از سال 97 وقتی که دیگر صلح امضا شد و طرف‌ها با هم آمدن، دیگر امکان نداشت که طرف دیگری صلح را یا تاجیکان را همچون دشمن برای طرفداران خود و برای مردم داخل معرفی کند. این دشمن را در چهره ازبکستان پیدا کرد و شما میدونید چقدر دیده بودید، شاهد بودید که چقدر تبلیغات علیه ازبکستان در اون شب و روزها براه مانده میشد و همچنین که تبلیغات علیه تاجیکستان هم در طرف ازبکستان بود و ازبکستان را دشمن ملت تاجیک میدانست، معرفی میکرد و کار را به درجه رسانده بودند که اگر هر نفر تاجیکستانی که اگر خود را وطن دوست و پاتریوت میحسابید باید حتما یک تحقیر، یک تنقید نسبت
ازبک تبارها، ازبک ها و به خصوص کشور همسایه ازبکستان و رهبریتش کرده باشد و این فضا دوام کرد تا وقتی که اسلام کریف از حیات رفت و وضعیت تغییر کرد. باز رحمانوف نیاز به یک دشمن دیگر پیدا کرد. البته در این بین هم گاه می‌دیدیم که گاه به منطقه رشت، گاه به کلاب، گاه به بدخشان لشکر میکشید تا اینکه همیشه وضعیت را امنیتی نگه بدارد. اما بعد از آن که باز با ازبکستان مناسبت‌ها بهتر شد، باز هم دشمن را از نو پیدا کرد. باز هم در چهره ملت تاجیک، در چهره اپوزیسیا، نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 و امروز باز پیمان ملی تاجیکستان. اما اینا همه دشمنان سیاسی و دشمنان ویرچوالی هستند. رحمانوف همیشه نیاز به یک دشمنی واقعی در میدان هم دارد. گاه باز تکرار میکنم، گاه این رو در چهره ملت تاجیک پیدا میکند، گاه در همسایه کشورها. و الان که دیگر همه بهانه ها برای پیدا کردن یک نیروی جنگنده در داخل کشور و توسط همین برداشتن روحیه مردم و کار باید کرد که مردم مشکلات اقتصادی اجتماعی خود را فراموش کنند، در داخل کشور زمینش دیگر وجود ندارد. زیرا پیمان ملی تاجیکستان و همین نیروهای اپوزیسیونی بر این نظرند که ما باید مبارزه خود را با راه‌های مصالحت آمیز، با رسانه‌ها، فعالیت‌های دیپلماتی و سیاسی انجام بدهیم، نه با راه نظامی. اما رحمانوف همیشه نیاز به یک مبارزه، به یک تنش نظامی داشت. اگر یادتون باشد هموطنان عزیز، در ماهای مارس وقتی که به دست ما معلومات رسید که یک توطئه و یک پرووکاسیون را در مرز با افغانستان آماده کرده ایستادند در همکاری با بعضی قماندان ها و با بعضی طرف های قاچاق فروش مواد مخدر در افغانستان که اون منطقه ها چندان تحت کنترل کابل هم نیست. حکومت مرکزی افغانستان تسلط نداره در اون منطقه ها و طالبان هم در بعضی از گوشه های این منطقه های شمالی افغانستان نفوذ کردن، حضور دارن و در اون یک بی‌ثباتی و نامعینی اینا یک طرح را آماده کرده ایستاده بودند که باید با چند از گروه های مسلح طرف افغانستان پاسپورت های تاجیکی کنند و آنها را همچون گروه های تاجیکستانی یا آسیای مرکزی که میخواهند توسط مرز افغانستان به خاک تاجیکستان وارد شوند و یک درگیری و زد و خورد را در اون مرز تشکیل کنند و با همین دقت تمام جامعه را بکشونند به مسائل های امنیتی به مرز و مردم این وضعیت سخت اقتصادی و اجتماعی را باید فراموش کنند. اما ما از این معلومات ها که آگاه شدیم و بلافاصله این را رسانه‌ای کردیم و طبق خبرها و معلومات هایی که به ما رسید این پرووکاسیون یا این طرح را لغو کردن و گفتن که دیگر الکی این به درد نمیخورد، الکی این اعلان شد و شروع کردن برای پیدا کردن بهانه دیگر و متاسفانه این پرووکاسیون ها و این هنگامه جویی های کشور همسایه و به خصوص فشار بالای مردم اصفهان از طرف همسایگان خودش یک بهانه بسیار قوی شد به رحمانوف برای استفاده از این وضعیت و بنابر همین شما دیدید که دیگر حتی وزیر مدافع تاجیکستان اگرچه ایران را یک کشور دشمن می‌حسابند و خیلی فیلمسازی ها و این سیناریو های احمقانه را علیه ایران، علیه اپوزیسیون تاجیک به نمایش گذاشتند، اما دیدید که رفتن به ایران با سری خم و درخواست کمک نظامی کردند و این چنین داوطلب‌های دیگر را هم در منطقه انجام دادند. ما دو تا مسئله را همدیگران عزیز باید از همدیگر جدا کنیم. یکی این که باز تکرار میکنم در جای رحمانوف یا طرف حکومت تاجیکستان هر کسی دیگر هم میبود باید که با این رفتارهای کشور همسایه باید آمادگی خوب میدید و جواب مناسب میداد. این دیگر جای بحث نیست. اما قسمت دیگری مسئله، طرف دیگری مسئله این است که خود رحمانوف هم منفعت دار بود که چنین یک حادثه یا در داخل تاجیکستان یا در مرز با افغانستان یا در مرز با قرقیزستان یا یک جای دیگر انجام شود تا اینکه حداقل یک ماه دو ماه دقت جامعه را از مشکلات داخلی به این طرف روانه کنند. بنابر همین اگر این قسمت مسئله را یعنی عامل های سر زدن این
حادثه رو اگر تحلیل کنیم، پس به این نتیجه میرسیم که هر دو طرف هم متاسفانه منفعت دار بودند که این حادثه یک حادثه خرد در مرز با وجود بیاید، چون که هر دو طرف هم میخواستن از اون سوء استفاده کنن و متاسفانه این کار رو هم کردن. اما هر دو طرف آماده یک جنگی تمام العیار دراز مدت نبودند، زیرا اقتصادی هر دو کشور ضعیف است و آهسته آهسته میتواند نارضایتی داخلی را با وجود بیارد که اون بر ضرر هر دو حکومت هم انجام میشد. بنابراین همین بلافاصله بعد از آن به یک قسمی از هدفهای خود رسیدند، چون هم در داخل قرقیزستان و هم در داخل تاجیکستان با این نظر داشت این شرایط یک روحیه جنگی با وجود آمد و دیگر طبیعی است که نه ملت قرقیز نه ملت تاجیک از حکومت‌هایشون بجز امنیت و بجز از تأمین تمامیت ارضی یگان طلب دیگر نخواهند داشت و این قسمت منفعت‌های کوتاه مدتی آنها هر دو طرف انجام شد. اما هر دو طرف درک کردن که ادامه این نزاع خطرناک است و بلافاصله شروع کردن به گفت و شنید و وارد مرحله گفت و شنید شدن. خب دوستان عزیز، اکنون بیایید به قسمت دوم سوال برگردیم که در اینجا کی بیشتر برد و کی بیشتر باخت. بازنده یا اون طرف اساسی که در این قضیه باخت پیش از همه ملت‌های هر دو کشور هستند، هم ملت تاجیک و هم ملت قرقیز. ما بالاخره جان ده ها نفر شهروندان خود را از دست دادیم، خسارت‌های زیاد شد، منزل‌های زیاد سوخت و اون فضای دوستی و برادری که بین دو ملت طول این سالها وجود داشت اون متاسفانه خدشه‌دار شد. و یادتون هست وقتی که ما با ازبکستان مشکلی داشتیم و دقیقاً همون مشکلی را قرقیزها با ازبک‌ها هم داشتن، چون بحث قرقیزستان و تاجیکستان با ازبکستان سری اون آب انبارهای بزرگ بود. در قرقیزستان قنبراته، در ما راغون و تاشکند نمیخواست که این دو نیروگاهی بلند آبی ساخته شود و این حالا رقیب مشترک در چهره حکومت اون وقت ازبکستان این دو ملت رو به هم دوست کرده بود، موقعها به هم نزدیک بود و حتی من یادم هست که وقتی که در آش نزدیک 2000 ازبک واقعا هم قتل عام شد، شهروندان ازبک تبار قرقیزستان، حتی در اون مسئله این اولترا پاتریوت های ما که امروز ملت قرقیز را به وحشانیت و به قتل عام متهم کرده ایستادن و جای دلیل هم داریم برای این، در اون شب و روزها خاموش بودن، بلکه این بعضا این اقدام های طرف مردم قرقیز را علیه ازبک تبارهای خودشان قسما جانبداری میکردن برای آنکه در اون طرف بحث ما و ازبکستان قرقیزها با ما شریک بودند. اما چی شد که یک باره این وضعیت تغییر کرد و همون حالا ازبک ها و همسایگان ازبکستانی ما گیا دوست هستند و یک باره قرقیزی که طول این سالها با ما دوست همسایه بود در چشم ما تبدیل به یک وحشی، تبدیل به یک خونخوار شد و همچنانه که متاسفانه امروز گروه های تبلیغاتی و پروپاگاندای قرقیزی از ما تاجیکان و از تاجیکستان همچون کشور اگریسور و یک مردم وحشی و مردم نمک ناشناس معرفی میکنن که من فکر میکنم که اینجا این بر ضرر هر دو ملت است. همدیران گرامی، یک مسئله بسیار نازک است. در چنین حالتایی که این را میگن مصوی پسیخوز، یک حالت جنونی دست جمعی در جامعه ها را فرا میگیرد، با عقل سالم، با تحلیل درست، با منطق صحبت کردن و موقع گیری کردن خیلی هم خطرناک است. فرق ندارد شما تاجیک هستید، قرقیز هستید، هر ملتی هستید، در حالت پسیخوز عمومی یک موقع سالم گرفتن خیلی خطرناک است، خیلی ریسک دارد و انسان به مقابل مجرا شنا میکند و بهوده بر نظرم این به فکرم این بیت از ابن سینا باشد وقتی که به این حالت رساندنش در همون زمان جاهلیت و تعصب و خرافات خودش. بعد گفت که این طایفه که خر باش که این طایفه از فرتی خری، هر کی نخر است کافرش میخوانند. حالا دو مصرع اولی، دو بیت اولین شعر از یادم رفت. یعنی ابن سینا رو در همون زمان خود وقتی که
فکر دست جمعی و اون با اصطلاح همون مصر پسیخوز ابشسنی منینی تفکر دست جمعانه، حالا چون خرافات است، ارتجاعی هست، درست است نادرست است مهم نیست. مهم این که در یک حالت دیگر وقتی شما میاد یک حرف را میگوید که از نگاه خودتون از روی منطق و حرفی سالم هست، ولی بر مقابل اون فضای شکل گرفته هست، دیگر جامعه به حدی میرسد که خیلی که ابن سینا را کافر خواندن، بعد مجبور شد گفت که خر باش که این جماعت از فرط خری، یعنی اون گروه متعصب خودش را که در اون جامعه میزیست گفت یک گروه خرا هستند که اگر خر نباشه در بین این جامعه تو را کافر میخوانند و مجبور میشوی که مثل دیگران رفتار کنیم. و حالا هم در همین جامعه های ما، چی در قرقیزستان چی در تاجیکستان و حتی امروز بعضا میبینیم در روسیه هم بعضی حالتهای هست که اگر شما با حکومت اون کشور نیستید تو را اگنت خارجی، پریداتل یا جاسوس، شپیون مینامد. وقتی که این حادثه سر زد و من موقع خودم را گرفتم خیلی آشکار و گفتم که در اینجا باید ما با ملت خود باشیم، با مردم چارکوب، با مردم وارو خواجه اعلی باشیم و قضیه ملت رو از قضیه رحمانوف جدا کنیم. حتی اعلان کردیم که بله رحمانوف همون دیکتاتور است، همون جنایتکار است و اون جنایت‌ها جای خودش، اما هم به خاطر ماه شریف رمضان و هم به خاطر این حادثه که الان در واروخ است، ما اون گذشته رحمان را، جنایت‌های اقتصادیش را، خیانت‌هایش را الان کنار میگذاریم. وقتی که مسئله حل شد بعد برمیگردیم. اما به هیچ وجه این کمبودی‌ها و اشتباه رحمان را در مسئله واروخ و اسفره نباید نادیده گرفت و این موقع خیلی آشکار و شفاف و موقع ملی ما هست، موقع مردمی ما هست. نباید ما امکانیت بدیم که رحمانوف یا یک پرزیدنت کشور همسایه هر کسی دیگر از این وضعیت بدی مرز سوء استفاده کند، در این آب لایه‌آلود ماهی خود را بدارد. حالا اونا شاید انتظار داشته باشند که ما دیگر وقتی که قضیه واروخ است بیایم دیگر هممون از این رحمانوف از دیکتاتور، از این جنایتکار باز یک ملائکه بتراشیم و فراموش کنیم. نه، چون اصل مشکلات تاجیکستان در همین جا است. اما چون منفعت ملت و دولت است، ما گفتیم که در اینجا باید تمام توجه ملت بالای قضیه واروخ متمرکز شود و وقتی که این مسئله را حل کردیم بعد برمیگردیم به مشکلات دیگر و جنایت‌های دیگری رحمانوف. اما این به معنی اون نیست که وقتی که در رفتی گفت و شنید در مناسبت با همسایگان، در مناسبت با مردم واروخ و چارکوه و در مجموع اسفره حکومت رحمانوف باز همون اشتباهات را تکرار میکند، ما خاموش بشینیم بگیم که نه دیگر حالا وقتی گفتن نیست و نباید ما این موقع را بگیریم. بنابراین برادران عزیز، شما همدیاران محترم دیدید که چگونه تبلیغات و پروپاگاندا استفاده میبرد و این عقلهای سالم را در هر دو طرف مجبور میکنند، وادار میکنند که اونها باید از موقع خود دست بکشند. نه، ما نباید از موقع ملی خود دست بکشیم. موقعمون همون طوری که بود باید باقی بماند. همون طوری که در طرف ما دشمن تراشی میکنند و اگر من مثلا آمدم گفتم که ملت قرقیز ملت همسایه ما هست، با ما زندگی دوستانه داشت، بله در این مسئله واروخ واقعا هم اشتباه کردن، واقعا هم کمبودی کردن، این را باید گفت. اما نباید فضا را به طور برد که این ملت وحشی هست، اینا همسایه خوب نیستن. همون طوری که علیه ما موقع گیری کردن و این موقع سالم و ملی ما را حالا بعضی ها خواستن که همچون خیانت ملی به نمایش بگذارن، در طرف قرقیزستان هم همون طور. بعضی از عقلهای سالم قرقیز وقتی که آمدن گفتن که حالا مشکلات مرزی داریم با تاجیکستان، این جای خودش، اما ملت تاجیک ملت نیست که او را اگریسور گفت، او را وحشی نامید، او را جنگجو، جنگ طلب نامید. و بعضی از یک دخترک را به من نامش را فرستادن دوستان، وقتی که در یک آنلاین در یک استریم آمده است گفته است به هموطنان خودش، همون موقعی که من گرفتم و گفتم که برادران عزیز باید جنایتکارهای طرف قرقیز را نام به نام گفت، نه اینکه همه ملت را جنایتکار نامید، اینا همسایه ما هستند. اونم دقیقاً همین موقع را گرفت و گفت که ملت تاجیک ملت خوب است، ملت جسور هست، ملت تاریخدار هست و نباید همه ملت را گناهکار کرد، بلکه حکومت خودمان هم یعنی حکومت قرقیزستان هم
در بعضی جاها کمبودی دارد. میدونید نسبت این خانم چیکار کردن؟ اون به نام پاتریوت های دروغین قرقیزستان او را هم دشمن ملت قرقیز اعلام کردن، خائن اعلام کردن، حتی کار را به درجه رسوندن که اون در جستجوی پناهندگی از بعضی کشورهای دیگر است. و خدا را شکر که باز در قرقیزستان عقلهای سالم هستند که دفاع از این خانم کردن و حالا وضعیت اون یک کمی آرامتر شد. یعنی این گونه من معذرت میخوام با عباره همون اگر ابن سینا بگیم خرفطرتان در همه جا هستند که اینها از این مصیبت های ملت و مردم خود استفاده میکنند و خود را قهرمان میتراشند، خود را وطن دوست میتراشند. و هر کسی که دعوت به عقل سالم کرد و گفت که مسئله مرز را اونجا جای خود حل کرد، اما ملت ها و قوم های کلان را در اینجا نباید سیاه کرد، دشمن تراشید. بالاخره همدیران عزیز، ما مردم تاجیکستان میگویند که خانه را انتخاب کرده میتوانی اما همسایه را نه. ما نه اینکه طول 100 سالها با ملت قرقیز در همسایگی زندگی کردیم، انشالله در آینده هم زندگی خواهیم کرد. شما تصور کنید که بعد این همه تبلیغات و دشمن تراشی از ملت همسایه خودمان، ما مگر با اینها باز همسایگی کردنی نیستیم؟ رفت آمد، تجارت، همکاری کردنی نیستیم؟ مگر اونها با ما همسایگی کردنی نیستن؟ نمیخوان با ما تاجیکان همسایگی کنن؟ بنابراین وقتی که یک عقل سالم دعوت میکند چه از طرف قرقیز و چه از طرف تاجیک، نباید اون را به این شکل پذیرفت و از آن همچنین تبلیغات استفاده برد. من اینجا یک سوال میگذارم به این اورپاتریوت های ملی خودمان. حالا من با قرقیز ها کار ندارم که در این شب و روز با سوء استفاده از این وضعیت دیگر خودشان را پاتریوت اعلان میکنن، همه ما را باز دوباره دشمن و خائن اعلان کرده ایستادن. حالا واقعا هم دل شما با سرزمین تاجیک میسوزد؟ واقعا هم شما برای این مرز و بوم تاجیکستان، برای هر یک وجبش همون طوری که میگید جان ما را فدا میکنیم برای واروخ و واقعا همین طور هسته؟ یا این یک موج هست که همه را فرا گرفت و شما هم یک باره در یک روز تبدیل به یک پاتریوت شدید؟ اگر چنین هست، چرا وقتی که محیدین کبیری در پارلمان تاجیکستان خودش به تنهایی ضد دادن زمین به همسایه کشور به چین برآمد کرد و موقع گیری کرد، ما گفتیم که این خیانت است، چون که در پشت ملت این داد و گرفت انجام شد بدون مشورت با ملت، با مردم. در کجا بودید شما؟ چرا خاموش بودید؟ چرا وقتی که در همون جلسه پارلمانی وزیر وقت خارجه تاجیکستان جناب ظریفی مرا متهم کرد که من منفیت‌های تاجیکستان را نمیدانم و این را یک پیروزی بزرگ دیپلمات تاجیکستان معرفی کرد، شما در کجا بودید؟ من نخوندم یگان مقاله از شما، یگان پیام، یگان اتهام کردن و این روحیه گویا به نام پاتریوتیسم شما را که من برای هر وجب خاک تاجیکستانم مبارزه میبرم، چرا نرفتید در بدخشان بیستید و اون مرز و بوم تاجیکستان را حمایت کنید؟ پس چگونه باور کنیم که امروز شما واقعا این حرفا را از روی تبلیغات و از روی منفیت‌های سیاسی نه، بلکه همچنین یک وطن دوستی واقعی بیان میکنید؟ اون روز وقتی که من تنها موندم در پارلمان، هیچ کس از حزب خلق دموکراتی، از دیگر وکیلان، از این فعالانی که امروز در شبکه‌ها از اونگر شروع کرده تا روزنامه‌نگاران دیگر همه خاموش بودید. چه شد که یک بار همه وطن دوست شدید و کبیری و اون کسانی که در موقع واقعی ملی ایستادن با مردم واروخ شب و روز در پهلوی آنها هستند، اینها تبدیل باز به خائن و به وطن فروش شدن؟ ببینید دوستان عزیز، من مردم تاجیکم مردم ساده نیست و مردم آگاه است، خوب و بد را فرق میکند، پاتریوتیسم فالشیوی را از پاتریوتیسم واقعی جدا کرده میتوانند. بله امروز دیگر حالا فضا و موج گویا به طرف شما هست و شما گویا میخواهید از این سوء استفاده برید، اما تاریخ است، اون رو هیچ کس فراموش نکرده است. اون حادثه دادن زمین، خاموشی این پاتریوت های امروزه، موقع حکومت تاجیکستان همگی 10 سال پیش بود، در اینترنت هست، در تاریخ ثبت شده است و برای این باید که همه باید جواب بگیم. بعداً واقعا هم اگر ما وطن دوست هستیم و همونطور که این شعارهای بالاخانه‌دار رو میپرتاییم، اگر برای هر وجب خاک تاجیکستان اگر تلاش میکنیم و مبارزه میبریم،
شوخی نیست برادران عزیز. طبق سندها 10,000 کیلومتر کوادراتی خاک تاجیکستان بدون آنکه چشم کسی خم بخورد یک میژه بزنه داده شد. طبق آمار، طبق استاتیستیک این بافته من نیست. بگیرید شما سندها رو، حداقل ویکی‌پدیا رو نگاه کنید. در روزهای پاشخوری اتحاد شوروی تاجیکستان 143.1 کیلومتر مربع تریتوریا داشت، قلمرو داشت. امروز چقدر داریم؟ 141.4 هزار کیلومتر مربع. 1100 کیلومتر به طرف خطای گذشت. سوال با وجود میاد که 600 کیلومتر مربع تریتوری تاجیکستان کجا شد؟ در این بین به کدام کشور داده شد؟ رحمانوف این مرزها را گجا کرد. شما پاتریوت های رسانه‌ای و دیوانی که امروز کبیر را متهم میکنید، شما این را جستجو کردید؟ سوال گذاشته در نزد پیشوایتان که جناب رحمانوف اگر 1100 کیلومتر مربع رو به خطای دادی، حالا بحث این جدا هست، 600 کیلومتر دیگر کجا شد؟ شما باز برگردید به سندهای، باز هم به همون ویکی‌پدیا، به گوگل، به خریطه امروزه تاجیکستان 141.4 هزار کیلومتر مربع. کجا شد 600 کیلومتر مربع؟ 600 کیلومتر مربع میدونید چند واروخ میشود؟ چند ناحیه میشود؟ ناحیه باباجان غفوروف 300 کیلومتر مربع. استراوشن ناحیه، من شهر رو نمیگم، 700 کیلومتر مربع. بعض شهر و ناحیه های ما همین مقدار مساحت دارن. شهر دوشنبه 4 برابر مساحت شهر دوشنبه، 4 برابر مساحت پایتختمان وجود نداره دیگر. باز تکرار میکنم، جدا از اون سرزمینی که به خطای داده شد. کجا هستید؟ کنی صدای کی بلند میشود؟ من از یک چیز میترسم، از آن میترسم که بسیاری از هموطنان ما به همون بیماری مس پسیخوز داده میشوند. اگر دیدن که یک نفر، 10 نفر، 20 نفر یک حرف رو تکرار کرد، اینا هم تکرار میکنن. اما ببینن که همه خاموش است، فقط بعضی ها صدا بلند میکنن. همون طوری که در 10 سال پیش برای این سازشنامه که پنهانی از ملت بسته شد با کشور همسایه چین صدا بلند کردیم، تنها موندیم. و نه تنها موندیم، وقتی که روزنامه نجات مقاله ها چاپ میکرد، به من معلومات دقیق رسید که مقامات تاجیکستان همون صحیفه هایی که نجات مقاله مرا، مصاحبه مرا یا سرمحرر چیزی می نوشت، همون شماره را برده در سفارت چین بالای میز سفیر میگذارند که ببینید ما این زمین را دادیم، یگانه حزبی که علیه این سازشنامه است حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. اگر اینا سر قدرت بیایند مناسبتشون دیگر میشد، ما را کمک کنید که اینا سر قدرت نیایند، چون که اینها مقاله نوشته ایستادن و تنها همین گروه صدا بلند کرده ایستاده است. و چند تا باز روزنامه‌نگار و چند نفری وطن دوست دیگر که اونا نیروی سیاسی نبودن، اونا شخصیت بودن. و این چنین خداوند بیامرزد اکادمیک رحیم معصوف که عضو کمیسیون بود ولی تا آخر در موقع ملی خودش ایستاد. پس امروز همه گرفتار همون مسئله پسیخوز هستند که دیگر باز موقع ملی ما که گفتیم بیاید در پهلوی مردم اسفره باشد با تمام نیرو و در پهلوی ارتش باشد، در ملت باید که از ارتش و از مردم اسفره دفاع کند. اما قضیه رحمانوف را از قضیه واروخ باید جدا کرد. اما اینها چیکار میکنن؟ سوء استفاده هم در همین جا است. اینا میگن نه، رحمانوف را در این شب و روز نمیشود از قضیه واروخ جدا کرد. اگر شما رحمانوف را تنقید کردید پس وطن دوست و پاتریوت نیستید. اگر شما گفتید که با ملت قرقیز باید همزیستی مصالحت آمیز داشت، پس شما ملت تاجیک را دوست نمیدارید، پس شما قرقیزها را بالا گذاشتید. نه برادران عزیز، ما دقیقاً در همون موقع ملی ایستادیم و در موقع کشور ایستادیم، دفاع از سربازان، دفاع از مردم واروخ، اما به هیچ وجه ملت همسایه را نباید ما پس بزنیم و پس دادنی هم نیستیم. و به هیچ وجه باز تکرار میکنم قضیه واروخ را با قضیه رحمانوف یک جا کردنی نیستیم، بلکه این دو قضیه کاملا جدا هست. اصلا حالا این را من
گفتم که بعد از رمضان برمیگردیم به خود رحمانوف. اما این جمله رو هم بگم اینجا که هر کسی فکر میکند که آینده کشور ما با رحمانوف ما این مسئله های مرزی رو حل میکنیم یا مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم یا همه مشکلاتی که در جامعه است در مسئله های دینی، سیاسی، فرهنگی اینا رو حل میکنیم، اشتباه میکنند. تا وقتی که رحمانوف هست این مشکلات ما رو دامنگیر خواهد بود. یا به عبارت دیگر اگر بگویم از قدرت دور کردن رحمانوف این یک استراتژی ملی باید باشد. این دیگر به حادثه مرز و قرقیزستان و افغانستان هیچ ربط ندارد. این یک استراتژی ملی هست. مشکلات افغانستان باقی خواهد ماند. مشکلات ما با همسایه ها حالا خدا کند که دیگر جنگ نشود، این گفت و شنیدها ادامه خواهد داشت. مشکلات اقتصادی را در آینده خواهیم داشت. اینا هیچ وقت تمام نمیشوند. مشکل اصلی ملت تاجیک رحمانوف و حاکمیت او هست. خب این دیگر هیچ دلیل نداره. بنابر همین به این مسئله باید که خاتمه گذاشته شود و این دو مسئله را از هم جدا کنیم. انشاءالله که بعد از رمضان، بعد از حل این مشکلات، حل نسبی مشکلات در مرز، حتما که ملت باید که همون طوری که مبارزه رو برای از قدرت دور کردن این دیکتاتور شروع کرده بود، با همون قدرت، با همون فضا و روحیه انشاءالله اون رو ادامه خواهیم داد. اما بیاید یک تحلیل دیگر هم کنیم در اینجا که در اینجا گفتیم کی برد و کی باخت. من پیشتر هم گفتم که هر دو ملت باختن، هر دو پرزیدنت یک برد موقتی به دست آوردن که انشاءالله هر دو خواهند باخت، چون که دارن با تقدیر ملت بازی میکنن. اما در مجموع اگر به مسئله ها در طول یک هفته نگاه کنیم، ما در چند جبهه در نبرد بودیم، هم در میدان نظامی، هم در میدان دیپلماتی و بین المللی، در میدان رسانه‌ای و حتی در میدان فرهنگی و دینی هم. در یک چند سمت مبارزه دوام داشت و یگانه سمتی که ملت تاجیک خودش رو نشان داد و واقعا هم ارتش ما، سربازان ما و مردم جسور اسفره خودش رو نشان داد، این در همون میدان عمل بود که ما در اینجا واقعا هم به همگان نشان دادیم که ملت تاجیک کی هست. بله، ملت با صبر است، خاموش است، ملتی هست که رحمانوف خیلی خیلی ضعیفمان کرد، از اون جمله مردم اسفره را هم. خانواده نیست در اسفره که مهاجر نداشته باشد در روسیه و باز خانواده هم تقریبا نیست که از همون اولاد کسی دست به گریبان با پلیس با مقامات امنیتی تاجیکستان نداشته باشد و تا نرخ آزاد شدن از فشار مقامات تاجیکستان تا $10,000 میرسید برای یک اسفرگی که در روسیه تجارت دارد، بیاید خودش را سفید کند، دیلش را در پیش میلیشیای تاجیکستان یا امنیت تاجیکستان یا پروکورور تاجیکستان سفید کند، می آمد از روسیه. من این را تحلیل ندارم، این معلومات های 100% دقیق است. اسفرگی می آید به تاجیکستان، پول می دهد، پروندهش رو گیا سفید کرده است، با او اجازه داده می شود که دوباره برگردد به اسفره، خاموش باشد و هر دم و زمان پول فرستاده بیستد، یا هر وقتی که تاجیکستان آمد به زیارت پدر و مادرش برای که حبس نشود او باید که این مبلغ رو پرداخت کنه. برای چی؟ برای اینکه یا ریش دارد یا اهل طاعت عبادت است یا اعضای نهضت بود، اعضای گروه 24 است یا به یک شکل در رسانه ها فعال بود. اگر هیچ کدام از اینا هم نباشد، پول دارد، انسانی با تقوا است، همین جنایت است دیگر برای حکومت رحمانوف. و حالا من مسئله با این شانتاژ از تاجران اسفرگی در روسیه حتی پول ستاندن، این یک مسئله دیگر است که حتما در برنامه‌های آینده یا خودم یا یکی از دوستان حتما اون رو مطرح خواهند کرد، چون هم یکی از مسائل خیلی دردناک هست که حکومت تاجیکستان چگونه از مردم با صبر و تاجر خودمان تاجیکان در خارج چگونه استفاده میبرد. حالا ببینید در میدان عمل ما الحمدلله که در همون شب و روز و ساعت‌های اول کی بودن ملت تاجیک را اثبات کردیم و ما در صحبت هم با مردم قرقیز هم گفتم که بله، مردم قرقیز هم مردم جسور است، جنگاور است، اما شما در عمل مردم تاجیک را جسارت و شجاعت و عملش را دیدید. دیگر ما رو امتحان نکنید، نه ما شما رو امتحان کنیم نه شما ما رو امتحان کنید. و اینجا دیگر اثبات شد، جای بحث نیست و
اما سوال این است که آیا واقعا پیروزی مردم، پیروزی که مردم با جان و با تن و با سنگ و با کلند از سرزمینش دفاع کرد و این چونی سربازان ما با این شرایط دشوار، آیا واقعا هم از طرف دیپلمات ها و از طرف هیئت گفت و شنید ما، از طرف پرزیدنت رحمانوف این پیروزی حفظ کرده می شود یا الکی در اینجا عقب نشینی شروع شد؟ تا آنجایی که ما از صحبت های کارشناسان بخصوص هیئت گفت و شنید قرقیزستان میشنویم، مثل که این پیروزی و این جوانمردی و جسارت مردمی را دارند دیپلمات های ما باز به نابودی میبرند. اون کسانی که در پس درهای پوشیده گفت و شنید میکنند و بعد از گفت و شنید یک کلمه هم به مردم گزارش نمیدهند، جای خطر و جای نگرانی اینجا است که باز هم مثل سالهای پیشینه مسئله زمین حل می شود، بعد ما تاجیکستانی ها در برابر عمل انجام شده قرار میگیریم، به اصطلاح روسی پرید فاکتو میمونیم که دیگر فایده ندارد دادوای کردن ما و شما. اما قدرت ملت قرقیز در چی است؟ من این سخن رو به پاتریوت های دروغینی ملت خودم میگم که ما را متهم میکنن خودشون رو پاتریوت میگیرن. باید اعتراف کنیم که در اینجا ملت قرقیز قوی تر است از ما، از گریبان حکومتش میگیرد، از گریبان تاشیوف میگیرد و اجازت نمیدهد که تاشیوف حتی یک وجب خاکی ما و شما را برگرداند بدهد. خود تاشیوف شاید به این قناعت رسیده باشد که این خاک تاجیکستان هست، اما ملت مردم اجازتش نمیدهد. برای چی؟ برای آنکه پاپولیست‌های قرقیز در حاکمیت ملت قرقیز را متقاعد ساختن طول این همه 10 سالها که این سرزمین قرقیزستان است. ملت از خودش حساب میکند آن را. دیگر برای این پاپولیست‌های قرقیز دشوار است بیان بگن که طول این 10 سالها ما شما را فریب کردیم، این سرزمین تاجیکستان بود طبق خریطه ها، الان ما باید اون را برگردونیم. برای چی؟ برای اینکه ملت قرقیز نخواهد بخشید. مثل که 4 پرزیدنت را عوض کرد، باز معذرت میخواهم 2 تای دیگر در پس یک دیگرش میزند، این را هم از قدرت بیرون میکند. مثل ما تاجیکان پیشوا ندارند، یک پرزیدنت دارند که خیلی زمینی است، خاکسار است، وقتی که در سرزمینش جنگ هست با همون ویتراف که عادی با یک کپکه موزه میپوشد پیشی مردمش میاد، مثل رحمانوف که دیگر هیچ جای رفتن ندارد. باز هیچ کس نرفت به اون پره در کرمل، رحمانوف رفت، به جای آنکه واروخ برود با مردمش باشد رفت به یک جای دیگر، گویا که دیگر پرزیدنت ها دعوت نشده بودند، گویا دیگر پرزیدنت ها مشکلی ندارند، مسئله ندارند. نه، دیگران هم دعوت شده بودند ولی کار دارن، اونها کار کرده ایستادن و حتی مثل تاجیکستان پرابلم ندارن، شهید ندادن، مشکلی مرزی ندارن. در داخل کشور اون طرف خانه مردم سوخته است، شهید دادن، اون طرف در ناحیه جامی زمین را سیل برد، حتی یک تعزیه و تسلیت هم بیان کرده نمیشد. بله، ما هم شریک هستیم در تسلیتی که به مردم افغانستان کرده شد برای اون حادثه دهشتبار تروری که نسبت اون مدرسه کرده شد و متاسفانه جان ده ها طلبه بخصوص دخترها را بود که واقعا هم یک جایی یک حادثه ننگاور بود و سزاوار آن است که با تمام وجود اون محکوم کرده شود و کرده شد. اما چرا به مردم خودمون، به مردم واروخ، به شهیدان چارکو و خواجه اعلی، به اون سربازانی که شهید شدن باید تسلیت بیان کردن شود؟ حکومت قرقیزستان 2 روز ماتم ملی اعلان کرد و پرزیدنتش می رود. حتی ملت قرقیز، اون ژورنالیستانی که ما رو ایراد میگیرد و میگه که اینجا نبرد اطلاعاتی است، باید که رحمانوف را تنقید نکرد. بله، ملت قرقیز هم در نبرد اطلاعاتی هست علیه ما، ولی اجازت نمیدهد که جبپروف حتی یک حرفی ناجا بزند، یک حرکتی ناجا کند. حتی همون ویتراف کشاره هم تنقید کردن که برای چی نزد مردم رفتی ویتراف که یک برند خارجی را پوشیدی، باس را پوشیدی، چرا یک ویتراف که عادی ارزانتر نپوشیدی؟ آیا اون کسانی که در جنگ اطلاعاتی، در نبرد اطلاعاتی با دیگران هستند جرأت و جسارت دارند بر رحمانوف بگن که آیا تو پرزیدنت هستی، تو مسئولین کشور هستی، مردم مرده ایستاده است، در اینجا بشین، سفر نکن، تسلیت بیان کن، برو خدا نزد مردم. با مردم چقدر پول جدا کردن؟ 70,000 سامانی. 70 با 12 خانواده یا با 15 خانواده 70,000 سامانی
جدا کردند و این گویا کارش رو حکومت انجام داد. حکومت قرقیزستان یک برابر بیشتر جدا کرد به ضرر دیدگان خودش و با تمام قوا و قدرت وارد کار شد. تمام ملت قرقیز، جامعه شهروندی در خارج بوده ها، در داخل بوده ها، به ضرر دیدگان کمک مالی کرده ایستادند. ملت در جنب و جول است، جوشیده ایستاده است. تنها ملت قرقیز وارد جنگ اطلاعاتی نیست، در تمام جبهه ها ملت قرقیز وارد مسئله است. اما در تاجیکستان ما چی رو میبینیم؟ همه منتظر هستند که رحمانوف چی میگوید، چی سفارش میدهد تا اینکه بعد اون گروه های تبلیغاتی و اون را پاتریوت های ما وارد کار شوند. حتی در 2-3 روز اول، شما توجه کنید دوستان عزیز، در 2-3 روز اول وقتی که سربازان ما با جان خودشان، مردم چارکوه با اون جسارت و غیرت خودشان وضعیت میدان را تغییر دادند، تمام رسانه های ما خاموش بود. رسانه های دولتی، این گروه های تبلیغاتی گویا به نام پاتریوت خاموش بودند، مگر همون 4-5 بلاگری اپوزیسیونی که در خارج بودند در اون شب روز در پهلوی ملت ایستادند. برای چی خاموش بودند و بعد یک باره بیدار شدند؟ برای اینکه حکومت به اینها دستور نداده بود. اینها بدون دستور، سفارش حکومت هیچ کاری نمیکنند. فقط و فقط رادیو آزادی و ازیا پلیس باید نسبت این دو رسانه واقعا هم ملی همه ملت باید مینداری دست جمعانه کنند که اینها در اولین ساعت با اون امکانات کم و با اون احتیاطی که میکنن وارد کار شدن. اما دیگران در کجا بودن؟ اینها منتظر بودن که کی رحمان به خود میاد، کی دستگاه تبلیغاتی سفارش میدهد و اینها شروع کنند. بعد که شروع کردن کار رو باز بدتر کردن. اینها اومدن به جای آنکه برن درد ملت رو برسانن، از مشکلات مردم ضرر دیده گپ بزنن، واقعیت ها رو با جامعه جهانی برسانن، اینا شروع کردن باز هم با سیاه کردن دو گروه، یکی همسایه کشور و از ملت همسایه دشمن تراشیدن، دوم هجوم بالای ملت دوستان و وطن دوستان واقعی، بالای اپوزیسیا و مبارزان ملی در خارج. و حتی این قسمت کار را قوی تر کردن، باز بیشتر به گفتن شروع کردن. بعضی دایره ها، بعضی کسانی که مغزشان عادت کرده است که تنها کبیری و پیمان و نهضت را تنقید کنند، منتظرن که کی در کجای نام کبیری پیدا میشه. اون مثل همون رابط ها که حالا در کامپیوتر بعضی برنامه هست که اگر مثلا در هم برنامه چند کلمه رو وارد کرده، در هر کجایی که اون کلمه در هر متنی، در هر ویدیویی اگر پیدا شد، اون اتوماتیک رو جمع آوری میکنه و روی کامپیوتر میاد که این برنامه رو بیشتر خدمات جاسوسی و اون خدمات مخصوص استفاده میبرند که تا اینکه گفت و شنیدها و این شبکه‌ها رو نظارت برند. در مغز این گروه ها هم بعضی افراد هم همین کلمه های کبیری، پیمان، نهضت، اپوزیسیا اینها رو جا کردن. واروخ سوخته ایستاده است، در اونجا مردم شهید شده ایستادن، ملت نیاز به پشتیبانی رسانه‌ای اطلاعاتی دارد، اینها خاموش موقع گیری نمیکنن. وقتی که من یک بیانیه دادم و گروه تبلیغاتی قرقیزستان آن را به شکل دیگر فهمان، گروه تبلیغاتی ما باز از اون سوء استفاده کرد. این رابط های اینا هم به کار در آمد. اینا هم همون کلمه ها را یا که در ذهنشان بیدار شد، یک بار شروع کردن به هجوم کردن به ما و مقاله ها، بیانیه ها. و این قدرت و توانمندی و آمادگی دستگاه تبلیغاتی حکومت تاجیکستان است. و این است که ما جنگ اطلاعاتی را در روزهای اول خیلی باختیم و بعدا با تشبث و اون زحمت و تلاش های همون یک دو رسانه ملی مثل ازیا پلیس و آزادی و چند بلاگر ملی بعدا کمتر تناسب باز برقرار شد و امروز میبینیم که نه، الحمدلله خیلی فعال شدن مردم و میتوان گفت که اگر برابر هم نباشیم در نبرد اطلاعاتی طرف ما کم نآورده است. اما متاسفانه هنوزم در هر دو طرف بیشتر تهمت و دروغ و دشمن تراشی بیشتر هست و بخصوص اون زحمت و تلاشایی که چندی از رسانه‌های ملی ما کرده ایستادن که اونا هم از حساب گرانت ها کار میکنن، با اون فکت چکینگ هایی که کرده ایستادن در این چند روز اخیر توانستند دهها دروغ طرف گروه تبلیغاتی قرقیزستان رو آشکار کنند و
این حقیقت ها رو روی آب برآوردن. پس اینجا میتوان خلاصه کرد که حکومت تاجیکستان با اون سیاست هایی که داشت تا امروز که هم ملت رو ضعیف کرده بود و هم رسانه های ملی را، رسانه های واقعا مستقل را ضعیف کرد، از بین برد. امروز ملت به پشتیبان ماند و در جنگ یا در نبرد اطلاعاتی ما کاملا در روزهای اول باختیم، ولی خدا را شکر که باز هم رسانه‌های مستقل و باز هم بلاگرها و رسانه‌های اپوزیسیونی بودند که با این زحمت و تلاش مجبور کردن حکومت را هم که بیاد در این نبرد اطلاعاتی سهیم باشد. ما یک سمت دیگر رو داشتیم که واقعا هم در روزهای اول خیلی باختیم و هنوز هم باخته ایستادیم. این نبرد یا سمت بین المللی و دیپلماتی هست. امروز ببینید وضعیت چگونه هست. وضعیت این است که در حتی رسانه‌های خارجی هم در یک هفته اول از تاجیکستان همچون اگریسور و همچون طرفی که هجوم کرده است، خانه سوخته است و به این شکل معرفی شد و در اینجا تمام رسانه‌ها و حتی گروه‌های فیکی قرغیز هم خیلی فعال بودند. متاسفانه از ملت تاجیک چون یک همسایه ناخوب تراشیدند. اما بعد در این دوام چند روز واقعا این را باید هم بگویم، حالا ما کار نداریم با اون که خودی حکومت در سمت دیپلماتی و بین المللی چی کار کرد. من نمیخوام اینجا نام بگیرم، اما طرف اپوزیسیا، پیمان ملی تاجیکستان، گروه های شخصیت های مستقل در این سمت خیلی زحمت کشیدن. حالا شاید اگر خودشان بخواهند و برادران و خواهران راضی باشند، من شاید در یک مناسبت دیگر، یک صحبت دیگر نامبرام خواهم گرفت و خواهم گفت که چیکار کردن تا اینکه به این دایره های بین المللی، به سازمان های بین المللی، رسانه های بین المللی این واقعیت ها را برسانند و این خاموشی و کم فعالیتی کارپوس دیپلماتی تاجیک را و حکومت تاجیکستان را تا جای جبران کنند و یک تغییراتی هم با وجود آمد. وگرنه در روزهای اول واقعا هم حتی کارشناسانی که خیلی معتدل مناسبت میکردن به حادثه‌های منطقه تحت تاثیر این تبلیغات یک طرفه قرقیزستان رفتند و خاموشی طرف تاجیکستان و در اونها یک تصورات با وجود آمد که واقعا هم طرف تاجیکستان هجوم کرده است و اگریسور طرف تاجیکستان است. اما با این صحبت‌های دو طرفه دور از رسانه‌ها و فهماندن و متقاعد کردن وضعیت کمی تغییر کرد و بعدا خود طرف تاجیکستان هم خیلی در این روزهای آخر فعال شد که کمی وضعیت تغییر کرد. اما هنوز هم ما در سمت بین المللی و دیپلماتی هنوز هم کمبودی داریم. هنوز هم در مقایسه با همسایگان قرقیز ما دست بالا نیستیم، اما وضعیت در مقایسه با روزهای قبلی، روزهای اول خیلی بهتر است. یک سمت بسیار مهمی دیگر است این سمت فرهنگی یا روانی و دینی. ببینید در این سمت هم در روزهای اول ما چیکار کردیم؟ یک چند نفر از شخصیت‌های مذهبی ما وقتی که اومدن نزد دوربین‌ها و صحبت کردن در مرز، در مسئله مرز، واقعا هم جای شرم و خجالت بود. یعنی گویا که مثل یک شخصیت دینی طرز صحبت میکنه که گویا جزئی همون کماند تبلیغاتی باشد. بله همه ما تاجیکیم، بله همه ما دلمون با وطن میسوزد، با اون مردم میسوزد، اما با این گونه حرفها برای خصوصا یک شخصیت دینی زیبنده نیست. واقعا هم فتوا دادن در این شب و روزها خیلی خطرناک است. اما این بزرگواران ما وقتی که میان در نزد دوربین صحبت میکنن، حتی من احساس کردم که با کامera نگاه کردن نمیتونن، با چشم مردم نگاه کرده گپ زدن نمیتونن، مگر اینکه خداوند عمرش رو دراز کند و حفظ کند. استاد تورا جانزاده بسیار موقع واقعا هم ملی و سالم گرفت و خیلی هم شفاف و روشن صحبت کرد. اما دیگر بزرگواران را وقتی که من صحبتاشون رو تماشا میکردم مثل که دارن با یک طرف دیگر صحبت کرده ایستادن و خودشان از حرف خودشان راضی نیستند. در برابر این ما دیدیم که دایره های دیندار، روحانیت قرقیز و شخصیت های فرهنگی قرقیزستان چیکار کردن؟ اونها در هیچ صحبتشون از ملت تاجیک دشمن نتراشیدن و به جنگ دعوت نکردن، به سلاح دعوت نکردن، بلکه بعضیشون حتی با زبان تاجیکی، چون اکثریتشون شاگردان دامله‌های تاجیکستان هستند، یک قسم زیادشون شاگردان
داملا نعیم جان اسفرگی است که الان از طرف همین حکومت دیکتاتوری خودمون در زندان هست، با جای آنکه امروز در پهلوی ملت خودمان باشد، در پهلوی شاگردان اسفرگیش باشد و با زبان قرقیزی به شاگردان قرقیزی خودش در اون طرف بادکن بفهماند که ملت تاجیک چه ملت است و قرقیزها باید دست از این کارها بکشند. اما روحانیت قوی قرقیز آزاد است، با زبان تاجیکی خیلی آزاد و کامرا نگاه کرده صحبت میکنه. در مقایسه ما صحبت‌های پراکنده و دور از فرهنگ اسلامی داملاهای خودمون را مشاهده کردیم که کاملا وقتی که اینا به زبان عربی و به دیگرها ترجمه شد، کاملا در این سمت ما نبرد را باختیم. به جای آنکه یک روحانی باید با واقعا از دیدگاه اسلامی بشردوستانه بیاید و موقع ملی بگیرد و اون طرف همسایه را نصیحت کند، همون طوری که قرقیزها ما را نصیحت کردن، اما به جای این آمدن متاسفانه تبدیل شدن به یک گویا جزئی از همون گروه های تبلیغاتی باشد و این را گویا که سهم خود در مبارزه ملی، در نشان دادن وطن دوستی و ملت دوستی میدانند که این کاملا غلط است. باید یک روحانی جسارت داشته باشد که در حالتهای حساس باید که بالاتر از این رقابت ها، از این داروگیرهای سیاسی و موقتی گروه های سیاسی باشد. بنابراین ما در اینجا این نبرد رو هم متاسفانه کمی باختیم و مجبور بودیم که خودی من، اگرچه من بیشتر یک شخصیت سیاسی هستم و از موقع سیاسی و علمی بیشتر صحبت میکنم، بعد مجبور شدیم که بیایم طرف قرقیز رو هم یک چند صحبت نصیحتوار کنیم که برادران شما از ملت تاجیک دشمن نتراشید و بیایید ما در یک فضای همدیگر فهمی که زیبنده یک ملت های مسلمان باشد این مسئله را حل کنیم. اما در جنبه است میخوام یک خلاصه گیری کنم که چرا ما تاجیکان و تاجیکستان در مجموع این نبردها را خیلی باختیم و الان هم دست ما بالا نیست، مگر اینکه در یک جبهه دست ما بالا بود که من میترسم که باز هم آن را این دیپلمات های همیشه پیروزی ما باز به نابودی نکشانند. دوستان گرامی، میخواهیم نمیخواهیم باید واقعیت ها را اعتراف کنیم. واقعیت این است که رحمانوف ملت تاجیک را، چه از روحانیت را، چه رسانه ها را، چه اپوزیسیون را، چه دایره های علمی را، چه دیپلمات ها و حقوق شناس های بین المللی ما را تشبث و ابتکار عمل را از دستمون گرفت. دیگر بغیر از اپوزیسیون دیگر هیچ کس جسارت و جرأتی از نام ملت صحبت کردن را ندارد. منتظر می شود که کی سفارش می شود که بعد دیپلمات وارد کار شود، حقوق شناس وارد کار شود، ژورنالیست، تبلیغاتگر، دیندار، رسانه و غیره. اما در طرف قرقیزستان چی بود؟ قرقیزها چون حکومتشون را معذرت میخوام مثل همون دست پوشک هر 3 سال 4 سال عوض میکنن، اینا همچون ملت رفتار کردن. نگاه نکردن که جپاروف چی میگه، اصلا توجه نکردن که موقع جپاروف چی است، موقع توشیف چی است. ملت با تمام بخشاش، دیپلمات کار دیپلماتیش رو از ساعت اول آغاز کرد، حقوق شناس کار حقوقیش را، رسانه کار رسانهش را، دیندار کار دینیش را، اپوزیسیون کار اپوزیسیونی خودش را، سرباز کار سربازیش را و اینا همچون ملت عمل کردن. بله ما هم ملت هستیم، قرقیز هم ملت هست. من دیگر این بحثایی که کی ملت قدیمی تر است و کی قوی تر است و تاریخی کی بیشتر است این را به تاریخ نگاران میگذارم و به اون پاپولیستایی که همیشه از این آبهای لایالود تاریخی ماهی خود را میدارن. من اطراف واقعیت های این رو صحبت میکنم. میخواهید نمیخواهید، معقولتان هست یا نیست، مرا باز به چی عیب و تهمت ها متهم میکنه که باز ملت قرقیز را تعریف کرد و ملت تاجیک را پس زد. نه، من دنبال اینا نیستم. من رفتار را وقتی که میبینم، رحمانوف کاری کرد که ما مثل ملت رفتار نکرده ایستادیم. ما مثل یک توده رفتار کرده ایستادیم که پیشوا دارد. حالا یک توده، اصلا پیشوا را کی دارد؟ در طبیعت نگاه کنید یک توده دارد. ملت ها پیشوا ندارن. قرقیز پیشوا ندارد. قرقیز همچون ملت رفتار کرده ایستاده است. ما همچون یک توده، همچون یک گروه منتظر هستیم که رهبر گروه که پیشوای توده ما دستور میدهد. من کسی رو اینجا تعریف و کسی رو تنقید کردن نیستم. اگر همین گروه مستقل در داخل کشور، رسانه‌های مستقل و همون 5-6 تا
جوانمردی که هنوز هم در داخل کشور هستند، از یگان گروه یگان حزب اپوزیسیون نیستند ولی اون ناموس ملی را دارند. اگر اونها نمی بودند، اگر این برادران خواهران مبارز در خارج نمی بودند، با این وضعیتی که رحمانوف ملت را کرده است، یقینا که امروز وضع ما به مراتب باز بدتر می بود. و خدا را هم شکر که رحمانوف نتوانست همه این ملت را نابود کند. یک گروه فرار کرد، گریخت، از زندان خود را رهاند، در خارج قرار دارد و این گروه امروز همون ننگ ملت بر دوشش است و این کار را شروع کرد. پس وقتی آن رسیده است، اگر واقعا در آینده ما میخواهیم که در این گونه حالتهای بحرانی همچون ملت رفتار کنیم، باید از این روز همچون ملت بودن خود را احساس کنیم، نه همچون توده‌ای که یک پیشوا دارند. پس اکنون درک کردید اون واقعیت را، اون حرفی را که ما طول این چندین سالها میزنیم که ملت تاجیک دیگر نیاز به پیشوا ندارد. ملت تاجیک نیاز به یک خادم دارد، به یک نفر دارد که در روزهای دشوار در پهلوی ملت باشد، نه اینکه همچون پیشوا حتی در روزهای مصیبت هم او خود را همچون پیشوا رفتار میکند. پایان فرآمدنی نیست. با جای که برود واروخ، با جای که در پهلوی ملت باشد، با سپارش میدهد که به مردم یا $6,000 بدهید و یتیم ها را سرابانی کنید و تو کی هستی که از بیرون سپارش میدهی؟ من در یک صحبت گفتم که مثل ملکه الیزابت دیوم به گوشه و کنار تاجیکستان سفر میکند با گل و با قالین و با همین واروخ هم با همین شکل رفت. بیشتر از $1,000,000 امریکایی، یعنی بیشتر از 10 میلیون سامانی در سفر رحمانوف به واروخ خرج شد. ولی پولی که به ضرر دیدگان واروخ و چارکو و خواجه اعلی داد میدونید چقدر است؟ 700,000 سامانی. 12 مراتب کمتر کمک پیشوای ملت در ناخنک به مردم ضرر دیده از خرجی که از بودجه برای سفر یک روزش به واروخ کرد. خب اینجا دیگر به کبیری بر رحمانوف به اپوزیسیون بودن، به وطن دوست بودن چی ربط دارد؟ همین رو هم نگوییم محترم پاتریوت های در ناخنک ما؟ یعنی ما حالا خاموش بستیم که این شب و روزهای تنقید رحمانوف نیست؟ اگر این رو نگوییم رحمانوف عمل نخواهد کرد، رحمانوف اقدام نمیکنه. در وقت کرونا ویروس تا نگفتیم رحمانوف اقدام نکرد، در وقت این جنگ آخر تا نگفتیم رحمانوف اقدام نکرد، الان هم که تا نگیم رحمانوف اقدام نخواهد کرد. حالا پس با این وضعیت چی است؟ من چه پیشنهاد دارم در آخر صحبت؟ برادران عزیز، هموطنان گرامی، ما نباید دیگر رحمانوف را، یتیموف را یا هر کسی را که در مسئله مرز و بوم تاجیکستان با هر کسی صحبت میکند، با خیتای است، با قرقیزستان است، با ازبکستان است، نباید اجازت بدهیم که با مرز و بوم ما بازی کنند. اینها بران در پس درهای پوشیده کار را به یک جا برسانند، گذشت کنند، بعد بیان بگن که خب ما به همین نتیجه رسیدیم و این پیروزی بزرگ دیپلماتی ما بود. ما دقیقاً در این مسئله باید مثل ملت قرقیز رفتار کنیم. حتی اگر دشمنت هم باشد، رقیبت هم باشد، باید از او آموخت، از او تجربه گرفت. این دقیقاً همون جایی هست که ما باید از ملت قرقیز بیاموزیم. ملت قرقیز به تاشیف اجازت نمیدهد که حتی زمین تاجیکستان را برگرداند، با جپاروف هم اجازت نمیدهد. کسانی که مسائل مرزی را پیگیری میکند بیاید یک ماه پیش حرفای همین جناب تاشیف را در مسئله بحث مرزی با ازبکستان ببینید. وقتی که در اون یک آبانبار دیگر هم از در مرز با ازبکستان با نام، اگر اشتباه نکنم، کمپیرآباد که بازم نام تاجیکی است، اون را بحث با ازبکستان است و با گفتشنید تاشیف با طرف ازبکستان همین آبانبار و همین تریتوری را با ازبکستان دادن و تاشیف امضا کرد. وقتی که آمد نزد مردمش، نزد مردمی که در همون سرزمین زندگی میکردن، آمد این گزارش را داد. مردم قرقیز خواستن در همون جلسه، ویدیوش هست تماشا کنید، در همون جلسه اجازت ندادن که حتی تاشیف صحبت کند، میکروفونش را قطع کردن. تاشیف مجبور شد که اون سازشنامه که امضا کرده است با طرف ازبکستان در پیش مردمش وعده بدهد که من از اون باز میگردم، برمیگردم و این گوشه زمین رو به ازبکستان نمیدیم. اکنون درک کردید که قدرت ملت چی است؟
مردم آگاه و بیدار چگونه میتواند یک هیئت گفت و شنید را مجبور کند که دیگر عقب نشینی نکند؟ آیا ما و شما این جرأت و جسارت را و این آمادگی را داریم که یتیموف را که رهبر هیئت گفت و شنید است مجبور کنیم که هر روز که گفت و شنید کرد مثل تشریف بیاد در نزد رسانه ها گزارش بدهد به ملت؟ یا اینکه مثل پیشین باز چند همون آب صاف کنه که دیگر باد میاد میگن که نه این گفت و شنیدها باید پس درهای پوشیده باشد، باید که در جزئیات در به مردم گفته نشود. برای چی؟ از مردم چی میترسید؟ از ملت چی میترسید؟ چرا قرقیز میترسد؟ حکومت قرقیز حکومت تاجیک باید نترسد. نتیجه همین نترسیدن های حکومت بود که امروز بیشتر نزدیک 2% تریتوری تاجیکستان نابود شده است. گفت روسا اسپریت شده است، ما نمیدونیم کجا شده است. 11,000 کیلومتر مربع به چین، باقی مانده 600 کیلومتر مربع رو هیچ کس پیدا کرده نمیتونه. برای چی؟ برای که هیچ کس جرئت نمیکند از رحمانوف از یتیموف بپرسد که این مرز 2 برابر 4 برابر تریتوری دوشنبه پایتخت کجا شد؟ هیچ کس نمیدوند. از این بعد دوستان عزیز باید این طلب را کنیم، باید این با قاطعیت دیگر موقع ملی همین است، موقع وطن دوستانه و پاتریوتی واقعی همین است که از رحمانوف از یتیموف و از هر کسی که در حیات گفت و شنید هست سوال کرده شود که تقدیر این زمین چی شد؟ تقدیر این آب انبار گلاونوی چی می شود؟ طرف قرقیزستان گفته است که ما نمیتیم، حتی گفته است که یک کریدور برای رسیدن به واروخ هم اجازت نخواهیم داد. پس طرف تاجیکستان وقتی میگه که ما در این پیروز شدیم، از کدام پیروزی حرف میزنیم؟ ما کدام پیروزی هست؟ بنابراین این دوستان عزیز از حالا شروع کرده از طرف تاجیکستان باید طلب کرد از طرف خودمون که یگان ذره عقب نشینی نکند. بله اگر سازشنامه هست، اگر گفت و شنید هست، اگر جای لازم است که با کمپرومیس ردیم، اونا یک مقدار عقب نشینی کنند، طرف ما عقب نشینی کند، راه حل منطقی پیدا شود. من فکر نکنم که مردم تاجیک، مردم واروخ، مردم چارکوه اینا پشتیبانی نکنند از اون حل منطقی که به نفع هر دو ملت باشد. اما وقتی که میان میگن که نه ما اون طرف آشکار گفته است که ما یگان وجب عقب نشینی نمیکنیم، طرف ما پسی درهای پوشیده میخواهد که از همین مشکلی بگذرد و بعد مردم را در پیش عمل انجام شده قرار بدهد. این برادران عزیز این موقع ملی نیست. این هیچ ربط به وطن دوستی و به پشتیبانی از حکومت و از ملت ندارد، بلکه ادامه همون خیانت ها و ادامه همون بازی های پس پردگی است که حکومت تاجیکستان تا امروز این کار انجام داده است. یک گروه از تبلیغگران و بلیگوها این را سفید کرده ایستادند، اما مردم واقعا هم وطن دوست به خصوص مردم اسفره، همون طوری که مردم بادکنت، مردم منطقه مرزی قرقیزستان از گریبان حکومت و هیئت گفت و شنیدشون میگیرد، از گریبان یتیموف بگیرند، از گریبان رحمانوف بگیرند و اجازت ندهند که دیگر پس درهای پوشیده یگان گفت و شنیده شود. یک نکته بسیار مهم است، من در کدام صحبت با زبان روسیه هم گفتم، مطمئن باشید اون کسانی که امروز دعوای وطن دوستی دارن میگن که ما یک وجب خاک واروخ رو هم یا چارکو رو هم گذشت نخواهیم کرد، میدانید به خاطر چی است؟ به خاطر اون است که در اونجا انسان زندگی کرده ایستاده است. مردم واروخ و خواجه اعلی و چارکو از اون یک وجب خاک واقعا جوانمردانه و جسورانه دفاع کرده ایستادند و به هیچ کس اجازت نمیدهند و این مجبور میکند حکومت را که بیاد در موقع مردم قرار بگیرد. من مطمئنم که اگر در مرز ما با خیتای با چین در اونجا انسان زندگی میکرد، همین مردم واروخ و چارکو و خواجه اعلی در مرز ما با خیتای زندگی میکردن و اجازت نمیدادن با کسی که واردی مرز شود، در همون وقت هم حکومت تاجیکستان یک موقع به نام پاتریوتی و وطن دوستانه میگرفت و باز خودش رو مثل امروزه قهرمان این جنگ و حامی سرزمین نشان میداد. اما چرا در یک بیشتر از 1000 کیلومتر کوادراتی را دادند و این را پیروزی دیپلماتی نام نهادند؟ امروز تیار نیستند، آماده نیستند که در برابر این دعواهای بی اساس همسایه کشور از قرقیزستان گذشت کنند، برای اینکه ملت اجازت نمیدهد. ملت صدا بلند کرده ایستاده است. اونجا که آدم نبود، خاموشی بود، در مرز کسی زندگی نمیکرد
و هیچ کس آماده نبود برای اون زمین باباگی خود مبارزه برد، رحمانوف راحت این را داد. اگر اینجا هم در مرز مثل همون بدخشان خالی می بود، 10 کیلومتر هیچ کس زندگی نمی کند، حالا می گفتن که این یک پیروزی نوبتی دیپلمات تاجیک است و از بحرش می گذاشتن. اما خدا را شکر که در اینجا ملت هست، مردم هست، زندگی کرده ایستادن و این مبارزه جانانه رو برده ایستادن. بنابر همین در همه جا در آینده باید ملت خودش صدا بلند کند، ملت خودش دفاع کند. شما اگر از سرزمین دفاع کنید، صدا بلند کنید، سرباز همراه شما هست، افسری تاجیک همراه شما هست، حکومت هم مجبور می شود که در پهلوی شما قرار بگیرد. بنابر همین همکاران عزیز، خب در اینجا من قسمت این اساسی صحبت رو به انجام میرسونم و امیدوارم که در آینده این مشکلات با راه گفت و شنید، همدیگر فهمی حل خواهد شد و ما یک وجب هم، یک ذره هم از خاک تاجیکستان را به هیچ کس نخواهیم داد و در اون جایی که حکومت مجبور می شود به کمپرمیس برود، باید که حتما منفیت های ملت و منفیت مردم واروخ و چارکوب خواجه اعلی به نظر گرفته شود و از همه مهم با شرکت خود همون مردم، با گزارش هر روزه به مردم این گفت و شنیدها انجام شود و بعداً شاید در یک صحبت بعدی دیگر باز برمیگردیم به این موضوع و این موضوع رو از پهلوهای برد و باخت و وضعیت اون وقت باز تحلیل خواهیم کرد. حالا با اجازه شما من به چند سوال هایی که تا این لحظه وارد شد میپردازم. خیلی مثل که سوال ها زیاد است، تو 14 سوال است، شاید که به همش نتوانم جواب داده و به وقت دیگر ماند. یکی از دوستان به من پیام فرستاده است که زیاد به ساعت نگاه نکنم و راحت صحبت های رو انجام بدهم، طولانی هم شود، اما بالاخره باید که ما وقت مردم رو هم احترام کرده باشیم. خب یک کس سوال داده است که سلام علیکم، از نام یک مادر از شهر بیشکک، برادر محیدین کبیر از اون روز ماه شریف رمضان و از این شب لیلة القدر استفاده برده به شما و شما بر اینها از آن جمله به برادر عزت امان خوشبختی هر دو عالم را خواهانم و هر دو ملت مسلمان دوستی یکدیگر فهمی و بیگناه زندانی ها آزادی خواهانم و در دعا هستم. هر باره که کلام شریف را تلاوت میکنم با اشک چشمانم تلاوت میکنم، انشاءالله پس شبی تاریک سفید است. نمیدونم این خواهر گفته است یک مادر از بیشکک سوال نداده است، شاید یک پیام، یک دعای در حق هر دو ملت کرده است و خداوند دعای شما را در این روزهای آخر رمضان قبول کند، مثل که این پیامش را در شب قدر فرستاده است و نوشته است. انشاءالله که دعای شما مادر عزیز مستجاب هست و ما هم دعاگو هستیم که زندانیامون آزاد شود و هر دو ملت باز برگردن به همون فضای دوستی و برادریشان. خب یک سوال دیگر، آیا وقت انقلاب تا حال نرسیده است حالان که این رئیس جمهور هر بدبختی که خواست به سر این مردم آورد؟ باز چرا ما باید انتظار شویم؟ نگران از آنم که انقلاب نشده باز به سر شما استاد و بعضی مخالفین دیگر بدبختی را نآورد، چون از این ظالم همه چرا انتظار شدن ممکن، بعد حال مردم چی می شود و این به شما معلوم است. برادر عزیزم، شما مطمئن باشید که اگر هر چیزی به سر ما یا این میارد یا ما با عجل الهی از بین می رویم یا شهادت از هر چی باشد، ملت بیدار شده است دیگر. ملت دیگر بیداری ملت، انقلاب و خستن ملت نه به کبیری ربط دارد، نه به یگان مخالف دیگر، نه حتی به رحمانوف. این یک روند طبیعی است که دیر یا زود خودش حتما می شود. وظیفه ما و شما است که این بیداری که تازه شروع شده است این را خامپز نکنیم، ناکام نکنیم، خدای نکرده با یک حرف ناجا، با یک عمل ناجا اون را ضعیف نکنیم و از همه مهمش این روحیه را ادامه بدهیم. و حالا رحمان چی کار میکند؟ مثلا باز یگان حالت پروکاسیونی دیگر را با وجود میارد، یگان مثلا باز یک جنگ و مناقشه داخلی دیگر را با وجود میارد. این کار رحمان. شاید رحمان فکر میکرد که با استفاده از این پروکاسی طرف قرقیزستان اگر این یک جنگ خردکک در مرز شود، باز شاید یگان سال دیگر مردم تاجیک در همین حالت نظامی از مشکلات خود صحبت نخواهند کرد و عمر سیاسی او طولانی می شود. اما این را مطمئن باشد که این حساب کتابش غلط برآمد
و حتی در اوج همین مشکلات واروخ مردم چارکوه میگفتند که ما انشالله بزودی این مشکل رو حل خواهیم کرد و میرویم به سراغ رحمانوف و از گریبان رحمانوف میگیریم و او رو از قدرت دور خواهیم کرد. یعنی دیدیم که دیگر این گونه پرووکاسیا و این گونه جنایت های رحمانوف دیگر کمکش نخواهد کرد و برعکس هر کاری که کند و هر پرووکاسیایی کند، حتی اگر دست به یگان جنایت دیگر بزند و مثل ترور ما در خارج که این برنامه ها را دارد و ما لکه این معلومات ها هم در دست ما هست، در دست مقامات این کشورهای میزبانی ما هم هست که از کدام گروه ها استفاده برده ایستادن، از کدام ملت ها، از کدام کشورها خواهش کرده ایستادن، اینا همش معلوم است. حتی اگر دست به این کارها هم بزنه دیگر مطمئن باشید که این نجاتشان نخواهد داد، بلکه این حادثه ها حتی شاید که سقوط او را هم یک کمی بتیزاند. خب سوال است که شما کدام سیاست را پیشه کار خود خواهید کرد؟ به منتالیته مردم نگاه کرده یا چیزی دیگر؟ به سیستم های دولت های پیشرفته تقلید خواهید کرد؟ اگر کنید پس با کدام دولت ها؟ دوستی عزیز، حالا برادر است یا خواهر، ما در سیاست های خود بخصوص در تاجیکستان آینده که در نظر داریم به یگان دولت دیگر تقلید نخواهیم کرد. یگان دولت دیگر برای ما نمونه و شبلان نیست، بله ما از تجربه خوبی ملت ها و کشورهای دیگر استفاده خواهیم کرد. این تجربه خوب میتواند در اروپا باشد، در روسیه باشد، در کشورهای اسلامی باشد، در منطقه خودمان باشد. من حتی گفتم که ملت قرقیز امروز در حالت جنگ با ما هست، حتی از تجربه خوبی ملت قرقیز هم باید ما استفاده کنیم. چرا نه؟ یگان جای عیبش نیست. و حدیث شریف است که الحکمت ضالت المؤمن، حکمت یعنی یک حرفی با حکمت، یک عملی با حکمت، یک کاری با منطق، تجربه خوب، ضالت المؤمن یعنی گم کرده مؤمن هست. یک مرد مؤمن، یک انسان مؤمن یک عملی خوب رو در هر کجایی که دید، حتی در یک آدمی غیر مسلمان هم باشد، باید اون رو بگیرد، از خود کند و از اون تجربه استفاده کند. این دستور است، این حدیث شریف است. پس ما از تجربه خوبی دیگران استفاده میکنیم، اما تقلید به کسی نخواهیم کرد. دولت آینده ما، کشور آینده ما باید یک کشور ملی باشد که باید با تجربه خود تاجیکان بنا کرده شود. اما درباره منتالیته مردم تاجیک من راضی نیستم. با بسیاری از کارشناسان، حتی بعضی مقامداران تاجیک میگن که منتالیته ما تاجیکان این است که باید در سر قدرت یک آدمی خشین دیکتاتور باشد. ملت تاجیک یا که دموکراسی را نمیفهمد، آزادی را نمیفهمد، عدالت را نمیداند و باید که همیشه نسبت ملت ظلم کرد. اگر زندان نکنی، نزنی، این کروپسیون نباشد، منتالیته ما آماده نیست. من فکر میکنم که یک تهمت بزرگ نسبت ملت تاجیک است. این تهمت تاریخی است، تهمت فرهنگی است و تهمت معاصر هم هست. تمام ملت ها سزاوار هستند که یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند، بخصوص ملت تاجیک. اگر کسی خودش آماده نیست، و من باور دارم که کسانی که میگن ملت تاجیک منتالیتش همین گونه است، پس بداند که منتالیت خودش همین است و این کمبودی خودش رو به دوش ملت نپرتاید، این کامپلکسی خودش رو در گردن ملت بار نکند. ملت تاجیک منتالیتش منتالیت دیگر است. آزادی را دوست می‌دارد، عدالت را دوست می‌دارد، علم را دوست می‌دارد و پیشرفت را دوست می‌دارد. و بنابر همین ما این منتالیت رو به نظر گرفته سیاست‌های آینده خود را عملی خواهیم کرد، نه اون منتالیتی ساخته که رحمانوف برای ملت تاجیک ساخته است یا چند تا از لگنبردار دیگر ملت رو تهمت میکنن که ملت ما تیار نیست. من در یک میز گرد در دوشنبه، اگر اشتباه نکنم تقریبا 10 سال پیش بود، مشاور دولتی پرزیدنت، حالا نمیخوام نامش رو بگیرم برای اینکه پینسر رفته است و شاید برایش خوب نباشد، یک آدمی فرهنگی بود، مشاور دولتی آید با کارها با جماعت و اجتماعیات، در یک میز گرد گفت که ما هنوز با دموکراسی آماده نیستیم و منتالیته تاجیکان، ما تاجیکان هنوز تیار نیست و امریکا 200 سال شد دموکراسی میسازد و کشور دیگر نمیدونم 50 سال شد دموکراسی ساخته شده است و ما تیار نیستیم. از این نمود افسانه و این
مغزشویی را مقامات ما دوست می‌دارند. همیشه همین رو تکرار میکنن که دموکراتیا دیگه ساخته نمی‌شود. امریکا 200 سال شد دموکراتیا می‌سازد، اروپا 50 سال شد. برادری عزیز، با همین رفتاری که شما کرده ایستادید بعد 50 سال هم دموکراتیا نمی‌سازیم. برای اینکه بعد 200 سال ما دموکراتیا ساخته بتونیم، اقلا قدم به قدم، یک وجه به وجه باید پیش رفت که آخر شما اگر از سال 2010 تا 2020 یک وجه در دموکراتیا پیش می‌رفته، در آزادی‌ها، در مبارزه با فساد و کروپسیا، خب ما میگفتیم که با این سرعت سنگ پشتی شما شاید بعد 200 سال به دموکراتیا برسید. اما شما بعد 200 سال از این بدتر خواهید کرد، چون در سال 2010 ما در رده‌بندی ایندکس آزادی مطبوعات، مبارزه با فساد، دموکراتیا، آزادی دین ما خیلی بهتر بودیم. در گزارش خانه آزادی را بینید، ما در جای 112 بودیم، در امروز در جای 160 در دوام 8 سال. گزارش رپرتوار بیزگرانیس را ببینید، ما در کجا قرار داشتیم، در کجا قرار داریم. شما با همون سرعتی که میگید 200 سال عقب رفته ایستادید. بعد از 200 سال تاجیکستان ممکن در جای یکم از روی از کره شمالی هم بگذریم. من همون وقت با این مشاور دولتی پرزیدنت گفتم که دوستی عزیز، من شما رو احترام میکنم، اما اگر شما شخصا خودتون برای دموکراتیا آماده نیستید، ملت رو تهمت نکنید. ما آماده هستیم. ملت رو به دست ما بدید تقدیرش رو، بعد میبینید که منتالیته ملت تاجیک چگونه است، چگونه دموکراتیا میسازد. همین ملت گرجستانی ها، من در گرجستان 2 سال خدمت کردم، سالهای شوروی. از ملت گرجی دیده کروپسیونر نبود. و همین تو آمدن ساکاشویلی، شما یک بار بینید وضعیت گزارش ها رو درباره گرجستان، معاش داده نمیتوانست حکومت گرجستان، قرضدار بود، کروپسیا در بالاترین سطح، یک کشور قشاق و کمبیزاعت بود. همه میگفتن وقتی که سوال میدادن میگفتن که منتالیته مردم ما کافکازی ها و ما گرجی ها همین است. اما ساکاشویلی چیکار کرد؟ در دوام چند سال ملت گرجی را از یک ملت عقب مانده، به گفت یعنی همین تبلیغگران ما منتالیتش عقب مانده، تبدیل به یک ملت پیشرفته جهانی کرد که امروز اروپایی ها میگن ما باید از تجربه گرجستان بیاموزیم. و سالانه چند میلیون توریست این رنگ تاجیکا برای گزارش نیست که هر کسی که همون پدر و مادرش رو خبرگیری برود او را توریست حساب میکنن برای گزارش. توریستی که واقعا پوتیوفکای توریستی میخرد چند میلیون به گرجستان سفر میکنن. بودجه دولتی گرجستان را مقایسه کنید با بودجه دولتی تاجیکستان که در پیش از آمدن ساکاشویلی با بودجه دولتی ما برابر بود. پس چرا منتالیته گرجستان میبرداشته است از ما تاجیکان نمیبرداشته است؟ بنابراین دوستان عزیز، هر کسی این افسانه را در آینده گفت در دهانش یک مشت بزنید، البته مشت معنوی، با بدست نه. منظور از مشت زدن همین که بگوید که غلط کردی، تهمت کردی ملت تاجیک را. خب یک سوال دیگر است استاد، درباره کدام اندازه انقلاب نزدیک آمده است و چرا باز ما انتظاریم شرح میدادید؟ به نهایت انتظاریم روز انقلاب را. برادر عزیز، روز به روز ما به انقلاب نزدیک شده ایستادیم. همین واکنش مردم واروخ چارکوه به حادثه های مرزی که گفتند صبر ما تمام شد، دیگر خودشون دست به کار شدند، این نشانه آن است که ملت به اون روز نزدیک شده ایستاده است. اگر ملت واروخ، ملت چارکوه خاموش می ایستاد و این فشارها را از طرف همسایه کشورها و ظلم از طرف کشور خودش تحمل میکرد، ما میگفتیم نه، هنوزم ملت تیار نیست. وقتی که ملت با پا خست و تمام منطقه تاجیکستان گفتن که اعلان کردن که ما در پهلوی مردم اسفر هستیم، الکی این بیداری ملت رو نشان میدهد و ما قدم به قدم انشاءالله نزدیک شده ایستادیم. اما خواهش میکنم در مسئله معین کردن روز و وقت سراسیمه نباشد. این را هیچ کس حق ندارد معین کند، بلکه این را خود ملت با یک شرایط مناسب اعلان خواهد کرد. خب یک سوال مشخص شده است، کی بر وطن برمیگردیم؟ انشاءالله اون روز ساعت که فرا رسید، یک ساعت هم تأخیر نخواهیم کرد. ما هم مشتاق وطن هستیم و وطن رو یاد کردیم. خب یک سوال ما رو رسانید. من از دهه سرخ شهر اسفر، ما کوه رو زمین کردیم، سویت قیمت کمیر چیزی که میگن برای آب چای، برای آب جوی پول میگیرن،
پول آب که میگیرن به بودجه دولت میرد و اینش علم آور است که میگن اگر پول آب رو نسپرید آب رو به قرغیز میپرتوی میگن. گفتنی هم که اگر شما پرزیدنت شوید چقدر توجه میاندازید. برادر عزیز، اگر که من پرزیدنت شوم یا هر کسی از پیمان ملی یا از نیروهای ملی اگر پرزیدنتی تاجیکستان شود، مطمئن باشد که شما دیگر این حالا این را نمیشد به کدام نام گفت، این خیانت، این دزدی ملت را که کرده ایستادن، این همش از بین خواهد رفت. چگونه یک مردم سرخ یا که واروخ از این طرف هم با همسایه کشور برای این آب دست به گریبان است و همین آب را با چه زحمت و مشقت و با چه مبارزه به دست میارد، باز برای همین آب به حکومت پول بسپارد، برای برقش هم با نرخ کمی است که برای آبش هم به نرخ کمی است که واقعا هم حکومت تاجیکستان وقتی آن رسیده است که اکنون دیگر از همین فرد شروع کرده این ظلم رو از بالای ملت تاجیک در مجموع بخصوص از مردم این منطقه بردارید. یادتان هست من به فکرم 1 سال پیش گفته بودم، همین رو باز چند ماه پیش تکرار کردم که شما حق ندارید مردم واروخ و چارکو اینا رو ابله کنید، پدر و مادر رو اذیت کنید که فرزندش در روسیه کار میکند. مردم واروخ، مردم چارکو، مردم خواجه اعلی سرخ، اینها مرزبان تاجیکستان هستند. زن و مرد با بیل و کلان در حفظی در ارتش گیاه هستند و این را اثبات کردن در همین شب و روز. اکنون باور کردید به این حرفی ما که من گفتم این مردم خودش مرزبان هست، این مردم رو از خدمت عسکری آزاد کنید، از این مردم پول نستانید، ابله نکنید. اگر شما باز هم مردم اصفهان رو به ارتش دعوت کنید، ابله کنید، پس خیانت به همین مردم به تاجیکستان کردید، به مرز عبور کردید. این مردم با زن و مرد با جوان و کلانسالش در دفاع از ملت و از سرزمین است. شما باز از اینا پول میستونید، ابله میکنید، پول آب میگیرید، پول برق میگیرید. خب پول برق رو بگیرید اما نه با نرخ کمیرسکی، با همون نرخی که مردم منطقه مرزی باید امتیاز داشته باشند. در زمان شوروی مردم منطقه مرزی حتی در بدخشان خودمون هم امتیاز داشتن، از طرف مرکز از مسکو سوبسیدی میگرفتن. چرا مردم تاجیک نداشته باشد؟ چرا حکومت قرقیزستان به بادکند، منطقه بادکند امتیاز داد، اصحاب استاتوس داد، چرا تاجیکستان ندهد؟ بنابر همین برادر عزیز، نه تنها بعد از سر قدرت آمدن ما، بلکه باید حاضر طلب کرد که در همین وقت حکومت رحمانوف هم این امتیازها به مردم ضرر دیده و نزد مرزی داده شود. خب محی الدین کبیری را چی وادار ساخت که محبوسان سیاسی را نامبر نماید؟ آخر بعد این توصیه ها حکومت هیچگاه آنها را آزاد نمی نماید. بر قصد محی الدین کبیری امیدوارم محبوسان سیاسی آزاد می شود. شاید این دوستمان سوال داده است یا مسئله را برداشته است که وقتی من گفتم داملا نعیم جان آزاد کرده شود، عزت امان آزاد کرده شود که در پهلوی مردم اصفهان باشند، شاید این منظور برادر این است یا خواهر که بر قصد محی الدین کبیری وقتی کبیری گفت حکومت رحمان اگر آزاد کردنی هم باشه دیگر آزاد نخواهد کرد. خب من تا چند ماه، 1 سال شد، 2 سال شد، نگفتم داملا نعیم جان رو آزاد کنید، مگر رحمانوف آزادش کرد؟ من نگفتم عزت، خب عزت امان رو گفتم که پیشترم میگفتم آزاد کنید ولی بر حادثه قرقیزستان نه، مگر آزاد کرد عزت امان رو؟ یا اینکه کسانی رو که من نامبر نکردم مگر آزاد کرد؟ یا کسانی رو که نامبر کردم آزاد کرد؟ نه برادران عزیز، مسئله به این سادگی نیست. من اگر اینجا شب و روز بگم که زندانیای سیاسی رو آزاد کنید، اگر شما مردم تاجیکستان از داخل، مردم مهاجر اگر حرکت نکنید آزاد نخواهد کرد. اگر من خاموش باشم، حتی حکومت رحمانوف را زاره کنم، تولا کنم، تملق کنم، خدای نکرده بگم که من دیگر بس کردم مبارزه را، مثل بعضی ها امروز از رحمانوف پیشوا بی‌تراشم و قهرمان، اما و بگم که در عوضش زندانی های سیاسی را آزاد کن، اگر ملت بیدار نباشد، ملت حرکت نکند، آزاد نخواهد کرد، فایده نخواهد داشت. مگر همون که مثلا بسیاری از دوستان و کسانی که محمد روزی اسکندرف را قهرمان میتراشیدند، زید را قهرمان میدانستند، یا که محمد روزی را یا دیگر مبارزین را و خودشون هم در مبارزه دید رحمان بودند، میگفتند که دلیل اساسی من مبارزه
بر ضد رحمانوف ان همین زندانی بودن محمد روزی و زید و دیگر مبارزان است. امروز خودشان تبدیل شدن به خوشامدگو و به لگنبردارهای رحمانوف و آیا به خاطر همین لگنبرداری و تملق و خاموشی آنها رحمانوف محمد روزی اسکندرов رو آزاد کرده ایستاده است یا زید رو آزاد میکنند یا دیگر زندانی های مقصود ابراهیموف رو آزاد میکنند؟ نه برادران، رحمانوف رو من خوب میشناسم و شما هم الکی شناخته ایستادید. رحمانوف قدرت را به این نوبت میگیرد، پرستش میکند. هم خودش قدرت پرست است و هم طرف دیگر رو وقتی که قدرت داشته باشی بعد با تو میشیند، حرف تو را حساب و کتاب میکند، با تو صحبت میکند یا از قدرت میرود. یا قدرت نظامی، ما وقتی قدرت نظامی داشتیم و تا 7 کیلومتر دوشنبه آمده بودیم مجبور شد گفت و شنید کنند، دیگه علاج نداشت. امروز که قدرت نظامی نداریم دیگر میگه اینا کی هستن؟ اینا در خارج هستن، خائن و تروریست و اصلا کرای گفتگو هم نمیکنند. اما وقتی آخر وقتی دیدن که نه، بله ما قدرت نظامی نداریم اما قدرت مردمی داریم، دیگر قدرت مردمی زیاد شده ایستاده است، قدرت رسانه‌ای داریم، دیپلماتی داریم، سیاسی داریم، الکی باز حرفاشون دیگر شده ایستاده است. دیگر مثل پیشینه نمیگن که اینا کی هستند. اگر ما را پسند نمیکردن یا به اینا بد نمیگرفتن اصلا خاموش بودن، اصلا نمیگفتن کبیری کی است، پیمان ملی چی است، نهضت چی هست، خاموش می ایستادن. اما وقتی که می نویسند و تنقید میکنند و یک گروه کلان ارتش تبلیغاتی را با نام حالا فابریکه جواب است یا هر کسی دیگر هست مسلح کردند و علیه ما روانه میکنند، پس معنی آن را داره که قدرت را احساس کرده ایستادند و روز به روز این قدرت مردمی، قدرت ملت بیشتر شده است. بنابراین همین برادر عزیز، اگر میخواهیم زندانیای سیاسی آزاد شوند و وضعیت تغییر کند، ما و شما باید قوی تر باشیم و حرف طرف قوی اون تاثیر دارد و حتما نتیجه خواهد داد و انشالله همین مبارزه را دوام دادن بگیریم، بعد میبینید که چگونه آزاد خواهند کرد. اگر آزاد نکردن خودمون با دست خودمون آزاد خواهیم کرد بعد از تغییر حاکمیت انشالله. خب سوال داده است یک دوستمون، قرقیزا متحدن، هم حکومت و هم خلق، تاجیکای حکومت پدودید کرد میکند، متاسفانه همین خیلی نیست. بله 100%، ما هم به همین گفتیم وقتی که حکومت قرقیزستان اصلا ضد ملتش کار نمیکند بلکه ملت حکومت را زود عوض میکنند. برای همون ملت متحد است و پروا آن ندارد که در حکومت باقیوف است یا جعفرov کار خودش را کرده ایستاده است. اما در تاجیکستان حکومت ملت را ضعیف کرد، ملت پراکنده است، یک گروه را خائن اعلام کرد، یک گروه زندانی کرد، رسانه ها را خاموش کرد. امروز خودش خواست که از این آب لایالود ماهی بگیرد که نتوانست، باز رو آورد به ملت، باز مجبور شد که همون ملت را دعوت کند از خاروق و از ونج و کلاب و حصار و وحدت و از همه جا و چون دیگر دید که نمیشه دیگر با این واهمه و هنگامه هایی که میکرد ما قوی هستیم، حکومت تاجیکستان قدرت دارد، حتی مجبور شد که برود پیش ایران که تا دیروز دشمن میدانست سرخم کند. بنابر همین باید ما در آینده متحد باشیم. حکومت ملی را که سر قدرت آورده اون وقت اون اتحاد حکومت با ملت شکل خواهد گرفت و اون وقت همه همسایات در خواهند کرد که دیگر با ملت تاجیک نمی شود مبارزه کرد و با حکومت تاجیکستان را نمی شود التیماتوم ماند. امروز حکومت تاجیکستان را التیماتوم ماند برای چی؟ برای آنکه باور دارد، تحلیل میکند که ملت تاجیک با این حکومت نیست و این حکومت را حکومت غاصب و بیگانه میداند، در صورتی که ملت قرقیز حتی اپوزیسیاش هم حکومت امروزه را حکومت خودش میداند. چرا؟ باور دارد که فردا اگر معقولش نشود این حکومت را هم از اون قصر سفیدشون بیرون میکنن. اما ما و شما گفته میتونیم که رحمانوف را فردا بعد 1 سال از قدرت همیشه با یک کاری آسان مثل قرقیزا بیرون میکنیم. حکومت از خودمون است، دست خودمون هست، هر وقت خواستیم یا با انتخابات یا با انقلاب وضعش میکنیم. نه ما این را گفته نمیتونیم. این را همه میداند که حکومت امروزی تاجیکستان از ملت تاجیک نیست بلکه یک حکومت غاصب باد آورده است و خود حکومت تاجیکستان هم طرز رفتار کرده ایستاده است که گویا که یک منطقه رو غصب کرده باشد. مثلا اروپایی‌ها در وقتش افریقا رو غصب کردن، همین رفتار میکردن، سرمایه رو میگرفتن میآوردن به اروپا، بایگری ها رو به اروپا میآوردن
در اون کشورهای غصب کردهشون چی میساختن؟ بینای پلیسیا، بینای همون ژاندارمری میساختن و مرکزهای مغزشویی. حالا اگر اون یک تبلیغات دینی میکردن با گروه های مسیحی یا تبلیغات میبردن در بین مردم و این دو بنا میساختن. حکومت تاجیکستان امروز چیکار میکنه؟ در همه منطقه یک بار اهمیت بدید، مگر جای کار میسازد، مگر یگان بینای برای مردم راه یگان چی میسازد؟ اول بینای امنیت و بینای پلیس پروکراتور میسازد، مثل یک کشوری که غصب کرده است منطقه رو، این کشور رو غصب میکند و مثلا در گذشته وقتی که حالا هر عام می اومدن غصب میکردن، اول برای سربازها کازارما میساختن، اردوگاه میساختن و این هم همون برای سربازها اول برای امنیت و پلیس بنا میسازد، بعد بینای حزب خلق دموکراتی میسازد برای مغزشویی و از پول مردم، یا که از قرض خارجی از پول مردم یگان مکتب یا یگان چی از راه از گرانت خارجی بسازد میسازد، اما از پول بودجه فقط بینای امنیتی میسازد، پلیس میسازد و بینای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. البته وقتی من میگم از پول بودجه بینای حزب خلقی میسازد، شاید ما رو ایراد بگیرن که نه این از پول اعضای حزب و از پول مثلا تاجران هست و مردم خودش میسازد. نه، اینا از همون پولی هست که اون تاجری تاجیک وقتی که بینای حزب خلق دموکراتی میساخت باید این پول را با بودجه دولت روان کند، باید که این پول را برای تجارت خودش روان کند، اقتصاد تاجیکستان باید بچرخد. اما این پول روانه شد با بینای حزب خلق دموکراتی و از سر همون پولی که باید این انداز میسپرید، درآمد میگرفت، انداز میسپرید یا در تجارت سرمایه‌گذاری میکرد. بنابر همین این پول هم از پول بودجه تاجیکستان است و همین است که من این حکومت را حکومت غاصب و استیلاگر میدانم، مثل یک حکومت بیگانه که از خارج آمدن و در اینجا بینای لشکر میسازند، بینای مغزشویی میسازند و پول و بایگری را میکشونند به خارج به وطن خودشون. اما وطن اینا کجا است؟ اینا که چی است؟ الان بانک هایی که در آفشور دارن. چرا این پول را در داخل تاجیکستان نمیچرخانند در اقتصاد تاجیکستان؟ برای اینکه باوری ندارند با آیندهشون که فردا اگر یک انقلاب شد و اثر قدرت رفتن، حداقل در خارج این پولهایشون باشد و از اون استفاده برند. بنابر همین حکومت تاجیکستان همچنین یک حکومت ملی رفتار نمیکند، همچنین یک حکومت بیگانه غاصب که این کشور را ضبط کرده است، این ملت را با زور ارتش و امنیت و پلیس در زیر اطاعتش در آورده است، پول میستاند، مبلغ میستاند، زندانی میکند و این پول را میفرستد به خارج. دقیقاً همون کاری را که اروپایی‌ها در عصرهای گذشته در عصر 19 در اروپا کردند، پیش از اون در هندوستان کردند و در جایهای دیگر. و بنابر همین انشالله که این مسئله حل شد، حکومت و ملت متحد شدند، دیگر هیچ کس جرأت نخواهد کرد که حتی به طرف زمین ما با چشم بد نگاه کند، چه رسد به آنکه بیاد امروز گلونای را بگیرد و راه واروخ را ببندد و کارهای دیگر انجام دهد. خب برای چی ماتم اعلان نکرد رحمانوف برای شهیدان ما؟ پرزیدنت قرقیزستان ماتم دو روزه اعلان کرد و رفته در توابتخانه آنها را احوالپرسی کرد. برای چی از بدبخت خونخوار نرفت؟ شهرهای نری ما را در توابتخانه احوالپرسی نکرد. خب برای چی رحمان بکند؟ برود ماتم اعلان کند، تسلیت بیان کند، واروخ برود، سربازا را خبر بگیرد. برای چی؟ مگر رحمانوف از ما و شما قرضدار است، متهم است؟ مگر ما و شما رحمانوف را انتخاب کردیم؟ مگر رحمانوف پرزیدنت ما هست؟ رحمانوف پیشوا است. من گفتم حاضر رحمانوف از بیرون آمده است، این کشور رو غصب کرده است و میگه که من چرا شما باید با من پول تید، شما باید ما را حمایت کنید، بیزنسی ما رو، کنترابند ما رو، تجارتی ما رو، فروش مواد مخدر ما رو باید حمایت کنید، فرزندان شما باید در اونجا شهید شوند. رحمانوف از ما قرضدار نیست. پرزیدنت قرقیزستان از مردم قرقیز قرضدار است. اگر این کار را نکند، گفتم که یک مش در پس سرش و بیرون رفت، مثل باقیوف و اکایف در بلاروس یا در جنگل های روسیه میگردد. اما رحمانوف چی؟ رحمانوف حتی تهدید میکند ما و شما را. رحمانوف مگر جلسه های رحمانوف را ندیدید؟ حتی وزیرها را چی میگه؟ میگه من میدونم شما چقدر میدزدید، نگذارید از مرز، از حد نگذرانید. از حد گذراندن چی؟ ما رو تنقید نکنید، با مردم نباشه.
دزدیتون رو کردن بگیرید، اما در روز مبادا ما را حمایت کنید. بنابر همین برادر عزیز منتظر باشید که رحمانوف میاد مثلا ماتم اعلان میکند. حتی اگر ماتم هم اعلان کرد، ماتمش دروغین است. رحمانوف از ما و شما قرضدار نیست. ما و شما رو انتخاب نکردیم. رحمانوف از زوری بازوی خودش میندار هست، از پول خیتای میندار است، از ارتش روسیه میندار است. رحمانوف از اون یتیموف از رمضان رحیمزاده میندار است که با واسطه آنها ما و شما را از وطن بیرون میکند، زندانی میکند، در سر ملت کلتک میزند. خب وقتی که پرزیدنت از ملتش میندار شد، از ملتش قرضدار شد و احساس کرد که تقدیر او در دست ملتش است، بعد مثل جاپاروف رفتار میکند، مثلا خانم مرکل رفتار میکند، مثل پرزیدنت فرانسه یا پرزیدنت امریکا رفتار میکند. رحمانوف حالا درست رفتار کرده ایستاده است. همچنین یک نفری که یک کشور را غصب کرد، استیلا کرد، گرفت، دقیقاً از روی قانونها و از روی معیارهای یک گروه غاصب و استیلاگر رفتار کرده ایستاده است و همین خیلی هم خواهد بود تا روزی که هست. برای همین دوستی عزیز این از ما و شما وابسته است. خب السلام علیکم، امیدوارم سلامت هستین. 3 سوال دایر به مرز تاجیکستان و واروخ دارم. اول چی نوشته شده بود در پروتکلی که اس یتیموف با توشیوف امضا بستند که تا حال مردم تاجیک خبری ندارند و این از این پروتکل. دوم چرا پس از خاموشی جنگ از دو جانب حکومتداران قرقیز ضبط کردند آن جاها را که در روش جنگ مردم تاجیک اشغال کرده بودند. سوم چرا حکومت تاجیکستان خاموش است وقتی که رئیس جمهور قرقیزستان به خاک ما وارد می شود؟ نظر من عاید سربند آب در واروخ به یگان خبری از طرف تاجیکستان. دوستی عزیز 3 سوال دادیم. من به هر 3 سوال شما در صحبت‌های قبلی و در همین سوال و جواب دادم که برای چی محتوای این گفت و شنیدها و این پروتکل از طرف تاجیکستان یتیموف آشکار نمیکند، برای که از موقع ضعیف برآمد میکند اونجا. توشیوف برای چی برآمد میکند گپ میزند؟ برای که با ملتش آشکار است و هر وقتی که لازم شود توشیوف باز تکیه به ملتش میکند. یتیموف تکیه به کی میکند؟ رحمانوف تکیه به کی میکند؟ بنابر همین اینجا ضعف در طرف ما هست، در اون فرهنگ سیاسی است که در طرف ما شکل گرفته است، در اون پنهانکاری هست که حکومت تاجیکستان با آن عادت کرده است. بنابر همین ما و شما من گفتم که باید طلب کنیم، روزنامه ها، رسانه ها هر روزه طلب کنن، زنگ بزنن، مردم چخیلی که تاشیوف به مردم بادکن میآید، به مردم اقصای اینها گزارش میدهد، باید یتیموف هم هر روز بیاد، مردم هم که جمع شوند در حلقه مردم بیستد، مردم سوال و جواب کنن با یتیموف و از او گزارش بگیرن. اگر این کار را کردیم دیگر ما طبیعی است که در وقت گفت و شنید صحبتشون دیگر خواهد شد. اصلا من چرا نمیفهمم چرا همین یتیموف و رحمانوف و اینا نمیخواهند در وقت گفت و شنید قوی باشند و وقتی با تاشیوف صحبت میکنن بگن که دوستان ملت تاجیک بیدار شده است و ملت به ما اجازه نمیدهد که حتی اگر ما بخواهیم هم یک قدم عقب بشینیم، مردم به ما اجازه نمیدهد. چخیلی که مردم از شما طلب میکنند مردم هم از ما طلب کرده ایستاده است. اما یتیموف و رحمانوف اینا نمیگن این حرف رو. برای چی؟ برای که اون طرف میگه که میبخشید شما چی گفته ایستادید؟ شما خودتون باید یا عقب نشینی میکنید یا نمیکنید. این به ملت تاجیک هیچ ربط ندارد. شما از ملت تاجیک هم نمیپرسید. یادتون هست وقتی که حکومت تاجیکستان خواست از روسیه برای 201 دیویژن سالانه مثل قرقیزها پول بگیرد. قرقیزها هر سال برای بازی حربی در بازی حربی روسیه از روسیه چند میلیون دلار پول میگیرن. یادم نیست حالا 50 میلیون دلار سالانه یک پول خوب میگیرن که برای کشوری کم بیزار مثل قرقیزستان خوب است. و حکومت رحمانوف هم خواست که از روسا چی بگیرد؟ پول بگیرد و گفت ظریفی حتی گفت که ما چرا ما باید ملت تاجیک ملت باورو است، ما یک سرزمینمون به پول نیست، باید که ما پول بگیریم. میدونید چیکار کرد اون وقت؟ مدودوف رئیس جمهور روسیه بود. مدودوف حتی صحبت نکرد، یک پیام فرستاد که ما میدونیم تو چه پرزیدنت هستی و این دعوایی که قرقیزا کرده ایستادن خودت تکرار نکن. چون وقتی که پرزیدنت قرقیز میگه که ملت قرقیز اگر من پول نگیرم مثل معیارهای بین المللی
به من اجازت نخواهد داد، راست میگوید. ملت قرقیز اجازت نمیدهد به یک پرزیدنت که با سرزمین قرقیزستان بازی کند، یا با یک کشور همسایه بدهد یا به پول با کسی اجاره 50 ساله بدهد. اما خدا چرا این حرف رو میزنی؟ تو کی هستی؟ تو کی از ملت تاجیک میپرسی؟ کی از ملت تاجیک وابسته هستی؟ هر چی میخوای خودت میکنی، از ملت نمیپرسی. این حرفات نمیگذرد و نگذاشت. بعد یک دو پیسه وزیر خارجه، وزیر دفاع روسیه آمد به تاجیکستان، حتی با رحمانوف هم صحبت نکرد. با وزیر دفاع وقت شیرعلی خیراللهیف بود، در بالای میزش من خبر دارم، اطلاعاتی دقیق دارم، این التیماتوم رو مان گفت که امضا کنید برای 50 سال. امضا نکنید دیگه این حرفا اون واهمتون نمیگذارد و امضا کردن. دیگه کسانی که میگفتن ما پول میگیریم، دعوا کردن که زمین تاجیک به صاحب نیست، بعد یک هفته با سر خم برای 50 سال به پرداخت امضا کردن. دقیقاً همین پوزیسیون رو هم تاشیف و جعفرов در گفتگوشین با رحمانوف و یتیموف میگیرن. میگن از نوع ملت حق نداری گپ زنی. ما حق داریم از نوع ملت گپ زنیم، برای که ملت ما همین خیلی است. شما هر چیزی که هست در دست خودتون است. اگر که امضا نکردی، من مواد قاچاق و ترانزیت مالهای کنترابند تو رو اجازت نخواهم داد. مثلا حل شد، تمام. دیگر باز تکرار میکنم، اگر ملت تاجیک، مردم واروخ و چارکو و خواجه اعلی مجبور نمیشدن از سرزمین دفاع کنند، رحمانوف و یتیموف وارد این قضیه نمیشدن. با همون گفتگوشنی پس پردگی کارا حل میکردن. و چرا عقب نشینی کردن؟ منم از همین نگرانم که حالا باز همه چیز به جای اولای خودش برگشت. باز همون گفتگو درباره آن که ما گلاونوی از ما هست، ما با واروخ کریدور نمیتیم و حاضر اکنون گفتگو شنیدیم ما برای چی میگذرد. باز یتیم باید زور بزند، تلاش کند که اگر حالا بیتواند، که من شک دارم، اگر همون راهی بین خواجه اعلی و واروخ را همچون سرزمینی تاجیکستان حفظ کرده تواند، یعنی این اگر همین کار کرده تواند، ما خیلی این پیروزی میگیم. ولی من میترسم که همین رو هم یا موقتا یا با یک گذشت کلان با یگان شرط طرف قرقیز این را راضی خواهد شد که این در اختیار قرقیزستان است، اما رفت آمد رو آزاد میماند. ولی این راه حل نیست دیگر. حالا یک حکومت دیگر در قرقیزستان میاد. در قرقیزستان هر هفته گفتم که مثل دستپوشک پرزیدنت عوض میشود. حالا اینا امضا میکنن، یک حکومت دیگر میاد میگن من این اعتراف ندارم. حالا تاشیف هر چی گفت نگفت، این باید در پروتکل ها، در سند های بین حکومتی، بین دولتی ثبت شود که مردم تاجیکستان آزادانه بتوانند همچون با تریتوری خودشون تا واروخ رفت آمد کنند. واروخ هیچگاه انکلاو نبود و نباید باشد. من این را در صحبت با مردم قرقیز هم گفتم، در حال هم میگم. و کسانی که میگن که ما گیا طرف قرقیزی را گرفتیم یا نه، ما تاکید کردیم و تاکید میکنیم که واروخ هیچگاه انکلاو نبود و اگر کسی این را همچون انکلاو بعداً اعتراف کند، امضا کند، بداند که خیانت به ملت تاجیک کرده است. و این را خود قرقیزا هم میدونن. اصلا دوستان عزیز، دعوای قرقیزا این نیست که واروخ تریتوری قرقیزستان است. نه، اونها قبول دارن. اونها میگن همون قطعه زمینی که بین خواجه اعلی و واروخ است این تریتوری قرقیزستان است، که این البته دروغ است. و وظیفه هیئت گفتگوشنی تاجیکستان هم همین است که این قطعه زمین را و اون گلاونا را همچون آب انبار، همچون مالکیت تاجیکستان حفظ کنند و بله هر دو کشور استفاده برند. چه بدی دارد؟ یک سازشنامه امضا شود که مردم قرقیز هم از این راه و از این آب انبار استفاده برند، هیچ بدی ندارد. اما این مالکیت طبق سندها مالکیت تاجیکستان بود و باید که باقی ماند و ما باید از هیئت گفتگوشنی همین رو طلب کنیم. خب سوال سوم من دیگر جواب دادم، همین چیز بود. تشکر برادر عزیز برای سوالتون. خب سلام برادر، ملت انتظار دست شما رو فشردن است و همه پستی و بلندی و همه گفته های دلش رو انتظار رو برای شما گفتن است. کاش آن روز به مردم موفق شوند. مردم شما را دوست می‌دارند و انتظار سلام علیک و فشردن دست یکدیگرند. السلام علیکم، خدا نگهبانتان. برادر عزیز، منم مشتاق فشردن دستی تک تک شما هستم، یکایک شما مردم عزیز هستم، بخصوص مردم مبارز در مرز. اما دعا کنم پروردگار را در این ساعت‌های قبول دعاها که ما را خداوند سزاوار انعام محبت و
مهربانی مردم بگرداند. چون من از یک چیز میترسم، نگرانم پیش خودم، پیش از همه و پیش پروردگار، که نکند خدایا که ما سزاوار محبت مردم نباشیم و مردم با ما اخلاص داشته باشد و محبت داشته باشد، اما ما در اصل کسی دیگر باشیم، در اصل با اون طرزی که مردم و ملت میخواهد مبارزه نبریم و حرفهایمان یا عملهایمان به حرفهایمان موافقت نکند. و شما هم در حق ما دعا کنید. اما من خواهشم این است، ابراز محبت جای بدی ندارد، ابراز اخلاص و پشتیبانی جای بدی ندارد، بلکه گاه گاه لازم است. ما هم انسان هستیم، گاه گاه نیاز به آن داریم که ملت این زحمت و تلاش های ما را یک کمی هم باشد قدردانی کند. در برابر اون همه تهمت و تنقید و دشمنی هایی که حکومت و بعض دایره ها نسبت ما میکنن، وجود شما برادران قدرشناس هم لازم است. اما من خواهش میکنم به هیچ وجه در تعریف و در تمجید و در ابراز محبت مبالغه نکنید، نسبت من هم، نسبت هر کسی دیگر هم. و اصلا دیکتاتورها و آدمان شخص پرست همین گونه شکل میگیرن، تربیت میشوند که آیسته آیسته در نتیجه همین مبالغه ها بعد اون طرف واقعا باور میکند که همین گونه انسان استثنایی است. همین رحمانوف باور کنید به این قناعت رسیده است و مثل یک دین باور کرده ایستاده است که واقعا پیشوا است و مردم را دوست می‌دارند. و چون که تملق و خوشامدگویی تا حد رسید که دیگر بالاخره اون بیچاره هم به همین چیز باور کرد، مثل که زمان فرعون به همون باور کرده بود. و وقتی ما تنقید میکنیم که نه تو هم یک انسانی عادی هستی، تو یک پرزیدنت موقتی هستی مثل دیگر پرزیدنت‌ها، این رو خیلی بد قبول میکند، با دشمنی قبول میکند، برای اینکه دیگران رو در تعریف مبالغه کردن. بنابراین همین این محبت و اخلاص شما قبول است، لازم است و باید باشد، اما خواهش میکنم که در اون مبالغه نکنیم که شما در اینجا هم الحمدلله که یگان مبالغه نبود، فقط این رو من برای از باب تذکر گفتم که گاه گاه احساس میکنم که حتی نسبت منم کلمه پیشوا استفاده میشه که خیلی بد است. من الان نه پیشوا هم نه پیشوا بودن میخواهم و نبایدم باشم و اصلا ملت تاجیک نباید پیشوا داشته باشد. متاسفانه این فرهنگ پیشوا داشتن و پیشوا پرستی را همین رحمانوف با دستگاه تبلیغاتیش در ذهن مردم تاجیک شکل داد. خب مناقشه که در مرز گذشت آیا پیامدهای ناخوشی ندارد؟ از جمله به مردم عاید سلاح دادن حکومت به اعلان موبیلیزاسیون، یعنی حکومت ما حقوقهای بین المللی را نقض کرد و اگر جانب دیگر به سود بین المللی بدهد چه پیامدها را داشته میتواند؟ و سوال دیگر این است که آیا حکومت با دادن عراق به مردم زمینه از بین رفتن خود را مهیا نمود و چه انتظار هست تاجیکستان را در آینده نزدیک با این عراق‌های در دست مردم عادی؟ و آیا مردم میتوانند با این عراق دست به خون بزنند؟ برادر عزیز، سوال بسیار سوال مهم و یک کمی سرپهلو هست. من امیدوارم که در اینجا طرف تاجیکستان هیچ معیار بین المللی را نقض نکرده باشد و طرف قرقیز هیچ دلیلی برای بردن پرونده ما به دادگاه بین المللی ندارد. بله، بعضی افراد ملکی را ما هم در نوارها با سلاح دیدیم، گفتن ما از کلاب، از بدخشان، از جایهای دیگر با این سلاح می رویم. احتمال زیاد است که اینها با لباس ملکی ولی همون مقامات قدرتی تاجیکستان بودند. اگر این خیلی بود پس خوب است، یعنی میتوانند اون نفرها را باز نشان بدهند. اگر طرف قرقیز دعوا کند میتوانند دلیل پیش برند که نه، اینا همون سربازان بودند، کارمندان مقام قدرتی بودند ولی یک لباسهای نیم ملکی پوشیدند و در اینجا صحبت یا دعوای آن که طرف تاجیکستان افراد ملکی را مسلح کرد صحت ندارد. اما در همون شب روز ما اونم به خاطر همون ناهماهنگی در تبلیغات و در کار رسانه‌ای و غیر حرفه‌ای رفتار کردن طرف ما باعث آن شد که در شبکه‌ها خیلی از نوارهای هست که هم میتواند ما را متهم به آن کند که افراد ملکی را مسلح کردیم و هم این سوختارها و بعض خرابکاری ها هم گویا از طرف تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان یا ارتش تاجیکستان شد که اونها هم نوارها هم هست. ولی خوب این است که طرف ما هم حالا با این فکت چکینگ و آوردن دلیل های متقابل نشان داده است که این گونه کارها از دو جانب بود و حتی
میتواند از طرف قرقیزستان بدتر و سخت‌تر هم باشد. اما یک چیز، ولی این اشتباه بود واقعا. من یک خبر به ما رسید از خود سرچشمه ها در ارتش تاجیکستان که نزدیک 180 سلاحی که گویا داده شده است به دست مردم الان جمع کرده نمیتوانند و معلوم نیست این سلاح کجاست. این حداقل معلومات 4 روز پیش است، شاید که در این چند روز اخیر جمع کرده باشند، ولی این واقعا هم خطرناک است دادن یا کشاندن مردم ملکی به این گونه بازی های سیاسی وقتی که خودت مطمئن نیستی و در پس مردم ملکی پنهان شدن کار خوب نیست. نباید یک حکومت این کار کند، بلکه حکومت باید خودش بیاید در صف اول باشد و مردم خودش که احساس کرد میاد از حکومت پشتیبانی خواهد کرد. اما در اینجا متاسفانه حکومت ما یک کمتر، حالا نگویم ناجوان مردانه، اما مردم را به دست سلاح داد و یا که همون نیروهای مسلح را لباس ملکی پوشاندن، در پس شانه های مردم ملکی پنهان شد و امروز هم تاجیکستان را میتونه دچار مشکلی بین المللی کنند و هم اون نفرها میتونن شناسایی شوند. حالا دیگر یک نفر ملکی وقتی که دست به سلاح میگیرد در پیگردی بین المللی قرار میگیرد و از بیرون از تاجیکستان نمیتونه دیگر سفر کند، چون ما تاجیکستان امضا کرده هم سازشنامه‌های منطقه‌ای آدکب، شاس و این سازشنامه‌های دیگر را. اگر حتی قرقیزستان بعد پیگرد قانونی بدهد این افراد را، دیگر اونها بیرون از تاجیکستان متأسفانه نمیتونن سفر کنن که یکی از اشتباه‌های طرف ما بود. اما اینجا یک مسئله دیگر است دوستان عزیز، من می‌خواستم درباره دادگاه بین المللی هم چند جمله بگم اگرچه کمتر طولانی میشود. من شنیدم که طرف قرقیز میخواهد طرف تاجیکستان رو به خصوص رحمانوف رو به دادگاه بین المللی بکشد و ما بلافاصله مراجعت کردیم به حقوقشناسان بین المللی و به دوستان خودمون در جامعه شهروندی قرقیزستان که این کار رو نکنید و به هیچ وجه طرف تاجیکستان رو به دادگاه بین المللی نکشید. اگر که کشیدید ما در این مسئله نه تنها با شما نیستیم بلکه علیه شما موقع گیری خواهیم کرد و این مسئله دیگه مسئله رحمانوف نیست. این به معنای اون نیست که ما از رحمانوف دفاع میکنیم. اتفاقا طرف قرقیز یک اسلوب خیلی غلط رو استفاده کرده ایستادن که وقتی که طرف مخالفین تاجیک موقع ملی میگیرن در سطح جهانی، اونها میگن که شما چرا از دیکتاتور رحمانوف دفاع میکنید؟ مگر همین رحمانوف نبود که شما را از وطن بیرون کرد؟ بله رحمانوف ما را از وطن بیرون کرد، اما مسئله رحمانوف نیست. مسئله منفعت‌های ملی تاجیکستان و مردم تاجیک می رود و ما به هیچ وجه در سطح جهانی از رحمانوف دفاع نکرده ایستادیم، از ملت خود و از کشور خود دفاع میکنیم و ما با دوستان قرقیز هم گفتیم که اگر شما رحمانوف را به دادگاه بین المللی بکشید، یعنی شما قرقیزها برای همین حادثه واروخ مطمئن باشید که همه ما در این مسئله علیه شما خواهیم بود. اما خواهش میکنیم این کار رو نکنید. برای چی؟ برای اینکه ما خودمون ملت تاجیک ما خودمون رحمانوف رو به دادگاه بین المللی کشیده ایستادیم و پرونده رحمانوف برای بردن به دادگاه بین المللی برای آن جنایت هایی که ضد بشر، ضد بشریت و ضد ملت تاجیک در طول این سالها تا حادثه واروخ کرد، این پرونده ها آماده است. اگر ما هم این پرونده رو پیشنهاد میکنیم به دادگاه بین المللی و شما هم اگر پرونده ضد رحمانوف پیشنهاد کنید، در چشم مردم تاجیک چنین مینماید که گویا ما و طرف قرقیزستان هر دو یک جایه رحمانوف را به دادگاه بین المللی کشیده ایستادیم و برای همین حادثه واروخ که این غلط است، کاملا غلط است. بنابر همین ما شدیداً مخالف بردن پرونده رحمانوف از طرف قرقیزا به دادگاه بین المللی بردیم. این کار ملت ما هست، این را باید آمیخته نکرد و انشاءالله که پرونده رحمانوف برای جنایت‌هاش ضد ملت تاجیک به زودی به دادگاه بین المللی خواهد رفت و این مسئله را من خواستم یک بار برای ملتم شرح بگم، آشکار بگم و این چنین به طرف قرقیزستان هم که هر دعوای هر کار دارد با رحمانوف جای دیگر، اما نه در دادگاه بین المللی، چون رحمانوف باید در دادگاه بین المللی در پیش ملت خودش جواب بگیرد، نه در پیش یگان کشور دیگر. اگر در پیش کشور دیگر شد مطمئن باشد که ما در این شب و روز در پهلوی رحمانوف قرار خواهیم گرفت، نه به خاطر آنکه بیگناه است، بلکه اینجا دیگر مسئله
ملت و مسئله تاجیکستان خواهد رفت و ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که پرزیدنت تاجیکستان را یک کشور دیگر در مسئله مرزی به دادگاه بین المللی بکشد. خب امیدوارم که این موقع ما آشکار بود و آشکار هست. باز مورد سوء استفاده نه از طرف قرقیز و نه از طرف تبلیغگران و پروپاگاندیستای رحمانوف مورد سوء استفاده قرار نگیرد. یک کس سوال داده است که محترم محیدین کبیری، آیا شما آگاه هستید که ویدیوهایی که شما پهن میکنید و مردم در تاجیکستان کلاس را پخش میکنند، اون نفران را که حکومت دستگیری میکنند، اون نفران را حکومت دستگیری میکند و حبس میکند؟ شما در دیگر دولت هستید، اما مردمی که در تاجیکستان هستند آنها چی کنند؟ زمانی که برای یک کلاس رو پخش کردن آنها رو میبرند و عذابشون میدهد. آخر معلوم است که این وضعیت به پایان هست، چون همه مردم زیر ترس و در غم شکم ماندند. از شما خواهش همین خیل رفتار یعنی ویدیوهای بر ضد رحمان رو پهن نکنید. شاید یک نفر دیگر کلاس ماند در ویدیوهای شما، عاقبتش برایش تلخ است. خود الله متعال این دشمن اسلام را، دشمن مؤمنان را نابود نکند. از دست بنده هیچ کار توانا نیست. خب برادری عزیز، شاید که صدها و شاید هزارها نفر در تاجیکستان مثل شما فکر کنند و این عقیده را داشته باشند که دیگر رحمانوف را اگر خداوند خودش یا با عجل طبیعی یا با یگان حالت دیگر از بین نبرد، از دست ملت دیگر هیچ کار نمی آید. این مبارزه نتیجه ندارد. برعکس وقتی که من صحبت میکنم یا دیگران صحبت میکنن، هر کسی که تماشا کرد و لایک موند و کلاس موند باز زندانی میشود و باز عذاب میکشد. و سوال هم گذاشته است که پس چی لازم است؟ یعنی این برادر یا خواهر ما میخواهد که ما خاموش باشیم و دیگر مبارزه نبریم. اگر مبارزه نبردیم کسی زندانی نمیشود. شما میدونید که در تاجیکستان هزارها نفر در زندانی شده ایستادن یا از بین میروند، اصلا مردم سیاسی نیستند و شاید ضد ما هم باشند. ما را تماشا هم نکردند، کلاس هم نموندند. ولی این ماشین رپرسیوی رحمانوف آنها را زندانی میکند، تجارتشان را میکشد، میگیرد با هر بهانه، با بهانه سلفی، با بهانه اخوانی، با بهانه تبلیغی، با بهانه انداز را نسپاریدن و اینا دیگر هیچ ربطی به کلاس ماندن و نماندن ندارد. خب در مسئله کلاس ماندن برادران عزیز، بله مبارزه سیاسی، مبارزه برای آزادی تلفات میخواهد و این تلفات رو، این قربانی رو ما باید بدهیم دیگر. ما تلاش خود را کرده ایستادیم که این تلفات، این قربانی کمتر شود و اصلا قربانی نشود. ما یک عادت را پیشه کردیم در ما تاجیکان، وقتی که یک نفر ظالم هست، یک نفر مظلوم، یک نفر دزد هست، یک نفر صاحب مال که دزد مالکیتش را دزدیده است، ما میایم مظلوم را تنقید میکنیم، ما میایم صاحب مال را تنقید میکنیم، نه اینکه دزد را، نه اینکه ظالم را. میگیم که چون منطق این دوستان این است که میگه شما میدونید که این دزد هست، چرا کاری کردی که این دزد باز آمد ظلم کرد؟ شما میدونید که رحمانوف دیکتاتور است، ظالم هست، چرا باز حرف میزنید که رحمانوف ظلمش رو بیشتر میکند، بچه ها رو زندانی میکند؟ برادر عزیز، این دقیقا همون منطقی هست که رحمانوف میخواهد و هر دیکتاتور میخواهد که با ظلم و با دهشت افکنی مردم رو بترساند و این ترس در مغز و استخوان ملت جا شود که دیگر هیچ کس جرأت کلاس ماندن، لایک ماندن، جرأت تبلیغ کردن و حرف زدن پیدا نکنند. پس ما و شما باید این ترس رو بشکنیم. ما باید این عادت غلامی را از گردنمون، از دست و پایمون، این زنجیرها را بیرون بشکنیم. وگرنه 100 سال دیگر هم حالا رحمانوف را خداوند جانش را گرفت با مرگ طبیعی، باز یک رحمانوف دیگر می آید، چون اون میداند که ملت تاجیک همین خیلی است و ملت رو باید ترساند. ما باید همون طوری که در مسئله مرز نشان دادیم که ملت تاجیک میتواند مبارزه برد. حتی سالها ملت تاجیک همون فشارهای همسایه قرقیز را تحمل کرد، بالاخره کفید. چرا این کفیدن نسبت یک ظالم، یک دیکتاتوری خودمان نباشد؟ و این سوال شما برادری عزیز یا خواهر محترم باز یک بار دیگر عمق مصیبت ملت ما را نشان داد، فاجعه ملی ما را نشان داد که ملت تاجیک چقدر در یک مصیبت گرفتار است که هم ظلمش میکنن
و هم باز همین ملت مظلوم از ما طلب میکند، خواهش میکنم دفاع از من نکن، چون اگر دفاع از من کردی ظلم را نسبت من بیشتر میکنم. مگر ظلم، مگر مصیبت، فاجعه از این بیشتر میشود؟ من بار دیگر تکرار میکنم، وقتی که نبیره ما رو در همین حالت گرفتار کردن که اون باید میمرد طبق خواهش رحمانوف، کلین من زاره میکرد، تولا میکرد، از من میگفت پدر جان التماس گپ نزن، بگذار همین حمزه در بالای دست من در یک حالت آرامی شما بمیرد. اما وقتی که شما گپ میزنید هم حمزه میمیرد، هم ما رو عذاب میکنن، از دست اینا هر چی میآید. اگر من به حرف کلینم گوش میکردم، به حرف قدم گوش میکردم، به حرف برادر و خش و تبارم گوش میکردم، باید خاموش میستادم تا اینکه اینا رو اذیت نکنن. اما من گفتم بس تمام دیگر، اگر حمزه بمیرد هم تقدیرش همین باشد، باید در یک مبارزه بمیرد. من باید مسئولیت خودم را همچون پدر، همچون یک مبارز انجام بدهم. اما دیده که پروردگار هم در کمک کسان ایستاد که مبارزه کردن. من به حرف کلین گوش نکردم، مبارزه کردیم، ملت درک کرد، ملت در پهلوی من ایستاد، در پهلوی حمزه ایستاد، جامعه جهانی ایستاد. رحمانوف برخلاف دعوای خودش که این متاستاز در مرحله 4 رگ هست و میمیره دیگر امکان ندارد، گفت خب دیگر جوابش داد و الحمدلله که امروز حمزه درس رفته ایستاده است و سالم هست و آلمانی دیگر صحبت میکند. حمزه که رحمانوف میخواست بکشدش، امروز دقیقا همون منطق را نسبت دیگران استفاده برده ایستادن و میگن که شما ویدیو نکنید که مردم در اینجا عذاب است. شما میدونید که همین شب و روز در ماه رمضان وقتی که من گفتم، حتی که من رحمانوف را برای جنایت‌های قبلیش دیگر تنقید نمیکنم، اما ما که برای رمضان به خاطر رمضان گپ نمیزنیم، رحمانوف برای رحمانوف رمضان چی قدر دارد؟ در همین ماه شریف رمضان چیکار کرد؟ باز هم راننده ما رو میبرند، بعد اون که زندانیش کردن، اون قدر عذاب دادن، علیه من مجبور کردن که در ویدیو گپ زنم، باز میبرند راننده ما رو با پسرش با خانوادهش حبس میکنن، میزنن، مجبور میکنن که اونها زیر من بیان در ماه شریف رمضان با گپ زنن. یعنی اونها رو میترسونن. خب من چیکار کنم؟ من به خاطر اون که راننده‌ام رو عذاب ندین، فرزندای او رو عذاب ندین که یک فرزندش معیوب است، بیچاره صحبت خوب کردن نمیتونه، حالا در یک شرکت کامپیوتری کار میکرده است، اونا بردن شب روز عذاب میکنن که تو چرا تماشا میکنی و لایک میمونی اینا میکنی. ولی بدانند که این ما را دیگر عقب نمیگرداند و نباید هم عقب نشینی کنیم. برعکس باید که مبارزه قوی تر باشد، آمادگی را دوستان داشته باشند. بعد از ماه شریف رمضان دیگر با همون قوه و نیروی قوی ملی باید که ما مبارزه را ادامه بدیم و اجازت ندهیم که رحمانوف از این ترس خوردن ملت استفاده کند. و باید اگر ما اینجا برآمد کردیم یک نفر لایک ماند، چرا لایک نماند؟ مگر لایک ماندن جنایت است؟ در کدام قانون دنیا، کدام کشور که لایک را جنایت دانسته است؟ من مثلا یک کس، حتی همین بعضا اگر سخن رحمانوف با من معقول شود، یک موقع گیریش در نسبت قرقیزستان یا جای دیگر، من لایک میمونم، برای همون سخنش لایک میمونم، نه اینکه من اعضای حزب رحمانوف هستم. یا یک نفر اگر به یک سخن من لایک ماند، همین سخن ما رو لایک مونده ایستاده است. ممکن ما در بین این قدر گپ‌هایی که از نگاه شما غیر ملی و نادرست است، شاید یگان حرف درست هم بگم. مثلا من در یک برنامه میگم که مردم بیاید در همین جا از رحمانوف دفاع کنید، از حکومت پشتیبانی کنید، و اون طرف آمده است همین سخن ما رو لایک مونده است یا کلاس رو زیر کرده است. چرا شما میبرید درست زندانی میکنید؟ این در یگان جای دنیا نیست و اصلا شما دیگه نمیتونید پیش روی مردم رو بگیرید. بنابراین برادر و خواهر عزیز، بیاید از این به بعد مردم رو نترسونیم، بلکه از رحمانوف از دوست طلب کنیم که دزدی نکن، ظلم نکن. نه از کسی طلب کنیم که مالش رو دزدیدن، نسبت او ظلم کردن، باز بگید که شما صدا بلند نکنید که این دیوانه است و این ظالم خونخوار هست، باز بیشتر اذیت میکند. خب یک کسی دیگر در آخر پرسیده است که عزت ما چی شد؟ برادر عزیز، عزت هست، قضیه عزت نباید فراموش شود. البته من وقتی گفتم که حکومت رحمانوف منفعت‌دار بود که همین یک تنش در مرز به وجود بیاید، هم به خاطر تمدید قدرتش بود، مستحکم کردن قدرتش، هم به خاطر فراموش شدن قضیه عزت بود. این رو هم فراموش نکنید دوستان، چون عزت
علاوه به آن که پشتیبان مهاجران بود، باز پشتیبان قضیه واروخ هم بود و با این راه اندازی این تنش در مرز میخواستن که قضیه ایزد فراموش شود که الحمدلله فراموش نشده است و نخواهد شد و باید که مردم با همون استواری پشتیبانی از ایزد کنند و از حکومت طلب کنند که این قضیه حل شود و ایزد رو آزاد کنند. اصلا دوستان عزیز، مسئله ایزد هیچ ربطی به شخصیت ایزد ندارد. ایزد امان شاید به کسی معقول بود، به کسی معقول نیست، بعضی همون شکایت داریم. مسئله این است که در اینجا یک جنایتی بین المللی صادر شد از طرف رحمانوف، یک تاجیک را دزدیدن، شهروند یک کشور دیگر دزدیده شد. این دعوای ما نسبت حکومت روسیه هم هست و باید باشد و ما مسئله را از بعد انسانیش باید مناسبت کنیم. ایزد امان باید آزاد شود و برگردد به حیات معمولی، به روسیه همچون شهروند روسیه اگر بخواهد در تاجیکستان باقی ماند. مهم که ملت باید قضیه ایزد را فراموش نکند و امیدواریم که فراموش نخواهد کرد. خب در اینجا من تا آخر سوال ها رسیدم و اینک وقت ما هم دارد به پایان میرسد و دیگر سوال ها اشاره می شود که هست، ولی ما وعده میدیم که به سوال های باقی مانده در صحبت بعدی جواب خواهیم گفت و همونطور که گفتم انشاءالله اگر باشیم در روزهای اخیر ماه شریف رمضان باز با یک پیام رمضانی در خدمت مردم عزیز خواهیم بود و فعلا یکی شما را به پروردگار عظیم شأن میسپارم و در این شبها و روزهای آخر رمضان از همه شما التماس دعا دارم، بخصوص در حق برادران زندانیمان دعا را فراموش نکنید، در حق برادران مهاجر دعا را فراموش نکنید و مطمئن باشد که این دعاهای شما نزد پروردگار در این ساعتها مستجاب هست و تا صحبتی بعدی در پناه خداوند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.